این رژیم برادران و خواهران موحدم هیچگاه آمده تو را نمیگد که تو باید کافر شوی، هیچگاه آمده نمیگد که تو باید مشرک شوی. آمده تو را کمتر به سختی میبرد. شاید سوال کنید هم ممکن است که نخود شیطان انسان رو به طرف سختی هم برد. بله، همین غلوف هم خودش گمراهی است. شیطان همه را فقط به ترک دین، به زنا، به پرواگی، به نمازی، همه را به این راه گمراه نمیکند. بعضی انسان های هستند که شیطان اونها را اصلا به گناه برده نمیتواند، اونها را به گمراهی غلوف میبرد. الله سبحانه و تعالی در قرآن به ما ذکر کرد و در احادیث آمده است که هلاک پیش از ما گذشته امت ها هلاکشون در غلوف بود. برای همین الله سبحانه و تعالی امر کرد و بیان کرد و نهی کرد که لا تغلو فی دینکم، در دینتون غلوف نکنید. چهله که در دین ما جهمی شدن، بے پروا شدن و از بحر دین برابر شدن در دین حرام است و کفر است. ترک عمل بالکل، این ترک جنس عمل کفر اکبر است و آدم را کفر میکند. این چنین بارک الله فیکم به جانب غلو رفتن، به جانب انا همچنین خوارج رفتن از جانب الله و از جانب رسول الله، از جانب شارع من شده است. ما وقتی که جهمی رو رد میزنیم معنای ما این نیست که شما غلو کنید، ما غلو رو همین کار میکنیم. مذهب سنت و الجماعت بین غلو و بین جفات، بین غلط و بین جفات است. ما نه طرف غلو و نه طرف جفات هستیم، نه مرجئه و نه خوارج. اما کسایی که میگویند نمازخوان را دیدی هم باید کافر گویی، نمازخوان کافر گوید در حالتی که کفر او را ندید، شرک او را ندید، سخن کفری او یا اعتقاد کفری او را به زبان او برآوردهش ندید، از او نه سخن کفری نه عملی کفری و شرکی یگان چیزی را ندیده تکفیر میکند در اساس عقیده باطل خوارجی، که عقیده باطل خوارجی همین است که میگویند اذا کفر الحاکم کفر المحکوم، اگر حاکم کافر شود همه انسان هایی که در همونجا هستند محکوم هستند. یا که عقیده باطلی خوارجی همین است که میگویند دار الکفر کفار، دار کفر همه انسان ها کفار است. که در دار الکفر زندگی میکند اگرچه به نام مسلمان باشد اینها همش کافر است میگن. این مذهب خوارج است. ما به این چنین انسان ها، به این چنین برادرهایی که به غلو رفتگند یک چند بار صحبت کردیم، نصیحتشون کردیم که این حرام است، این جایز نیست، این عقیده غلو است. ما هر کسی رو که در مسجد دیدیم، هر کسی رو که دیدیم که به مانند اهل سنت نماز میخواند، خودش مسلمان میگه، ما به او حکم اسلام را میتیم، نه اسلام حقیقی، زیرا که ما قلب او را نمیدونیم، پنهانی او را نمیدونیم. ظاهرا مسلمان است، در این دنیا ما به او معامله اسلامی میکنیم، سلام میدهیم، جواب سلام میدهیم، جنازش بمیرویم، عیادتش میکنیم، کمک احتیاج پیدا کند کمکش میکنیم، تبسم میکنیم. اما وقتی که وفات کرد الله رب العالمین این انسان رو الله میداند. از همین جهت ما میگوییم هر کسی که میگوید که در دارالکفر همه انسان ها کافر است، حتی نمازخوان ها هم کافر است، به مسجد رفته هم کافر است، بگوید این انسان در عقیده غلو است. این انسان حکم به باطن به درون انسان ها کرده شده است. به باطن انسان ها حکم کردن در دست ما نیست، این در دست الله است. برای همین وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو خبر شد که اسامه بن زید یک نفر رو به قتل رسانید که او لا اله الا الله گفت، پیامبر صلی الله علیه و سلم اسامه بن زید رو که خیلی دوست داشتند به سخت نصیحت کردند، خیلی سخنهای تهدیدآمیز کردند، نصیحت کردند که اتقتل رجلا یقول لا اله الا الله، ای اسامه تو یک کسی رو میکشی که لا اله الا الله میگه؟ اسامه میگه که ای پیامبر همین انسانی که لا اله الا الله گفت از ترس شمشیر من گفت. پیامبر گفتند که افلا اشق قلوب الناس، یا که لم اومر ان اشق قلوب الناس. روایت ها مختلف است، یعنی من از جانب الله امر نشدم که دلهای مردم کشوده بینم. یعنی پیامبر وظیفه دار نشدن که دلهای مردم کشوند و حکم دلش برآورند. من شما من باب اولا وظیفه‌مون این نیست که مردم دلش کوفته یافته درون دل مردم فهمیده بعد تکفیر کنیم، این درست نیست. ما ظاهرا حکم میکنیم. برای همین در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم چقدر منافقا بود یا نبود؟ بله منافقا بود. منافقایی که نفاقش نفاق اکبر بود، کفر اکبر بود، نفاقش بود یا نبود؟
اما منافقها که شرک و کفر رو آشکار نمیکردند و پنهان میکردند، پیامبر اونها رو تکفیر نکردند، میشناختند، تکفیر نکردند. از همین جد این مخالف سنت پیامبر است، این مخالف قرآن و سنت است و این غلو است. تکفیر بدون مکفر، تکفیری که بدون مکفر است، ما باید احتیاط باشیم. تکفیر بدون مکفر یعنی یگان کفر کننده چیز رو انجام نداد، نه عملی کفری نه سخنی کفری رو انجام نداد، اما تو بیایی که این کافر است، نماز خواندن کافر است، زیرا که اصل انسان ها کفر است، یا در دارالکفر هم کفر است، گفت اگر تکفیر کنی این مذهب مذهبی غلات است و مذهب مذهبی خطر است. از همین جهت ما وظیفه دار هستیم که در مذهب اهل سنت و الجماعت بیستیم. البته در این مسئله که ان شاء الله در آینده شاید به زبان روسی هم صحبت بکنیم. بارک الله فیکم. تو جزاکم کران الله یستون کنم. استاد جان دیگه سوال داشتم، انا بخشی زیاد اگر وقت نبگیرم، این مسئله موضوع که انا هم مسئله استاد جان هم بردارو التماس کردن همی سوالم تیم در بورای مثلا رسول صلی الله علیه و وقتی قبر رسول صلی الله علیه و وقتی که انا میشینن، مثلا که یگون چی میپرسن که دعا نمیپرسن، یعنی که هر کسی دعا میپرسد مثلا در رسول صلی الله علیه و آله شرک میکنن، مقصد انا با شرک مبتلا میگرده. نه مقصد وقتی که گپ میزنن رسول صلی الله علیه و آله آیا همین سخن رو میفهمه؟ مقصد که میگن که هست همه حدیث اومدگی هست بین علما، مقصد اجماع اختلاف هست که مقصد که انا آدم انا وای مقصد که همین حدیث هست یا نیست. مثال همین را فهمیدن میدیم استاد. بارک الله فیک. در مسئله شنیدن اهل قبر به دو جدا می شوند. اولا انسان های عادی البته که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو الله خبر داده، گفت انک لا تسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى، شنوانیده نمیتونی مرده ها رو، شنوانیده نمیتونی کسایی که در قبر هستند. اهل قبر نمیشنوند بجز سلام شما رو. و در حق پیامبر صلی الله علیه و سلم دوما پیامبران انبیا، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرقشون از دیگر امتشون همین است که هر درود، هر صلواتی که در حق پیامبر کرده می شود، یک ملائکه مخصوصی هست که در کجای دنیا نباشد، همینه به پیامبر صلی الله علیه و سلم به اذن الله برده می رسانند که فلان امتت، فلان مرد از امتت به تو درود و صلوات فرستاد، اللهم صل علی محمد، اللهم بارک علی محمد. انا همچنین دعای برده می رسانند. وقتی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم سلام میگوید در نزد قبرشون ملائکه می رسانند. اما خود پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کردند. الله میگه که انک میتون و انهم میتون، ای محمد صلی الله علیه و سلم تو وفات کردی، تو مرده ای. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کردند و پیامبر صلی الله علیه و سلم در درون قبر زنده نیستند و پیامبر هم مثل دیگر مرده ها هستند، البته که جایشون، روحشون در جنت است، معروف است. و اما آیا پیامبر همه واقعه‌ای که به سر امتشون میشه دانند؟ آیا همه چیزی که در بالای قبر پیامبر گفته می شود آیا پیامبر میشنوند؟ نه، این چنین نیست. پیامبر هم همه چیزا را نمیدونند، این چیز خودی الله میداند. پیامبر وفات کردن، از این دنیا برفتند و پیامبر همه در بیرون شده حادثه ها را نمیدونند و کسایی که به سر قبر پیامبر رفته گپ میزنند پیامبر نمیدونند، پیامبر نمیشنوند بجز صلوات و سلام. اللهم صل، مثلا به پیامبر صلوات، درود و صلوات، یا که به پیامبر سلام رسول بگوید به پیامبر ملائکه برده میرسونند. این رو خودی پیامبر خبر دادن، حدیث ها است. اما بجز این دیگه قصه نقل کردن، دیگه واقعه رو نقل کردن به پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیرسد. از همین جهت هر کسی که میرد به پیامبر صلی الله علیه و سلم یگون سخن میگوید و از پیامبر یگون چیز طلب میکند یا که پیامبر میگه که از الله در حق من طلب میکن، این مشرک میشود، شرک اکبر انجام داده است. بارک الله فیک. استاد جزاکم خیرا، الله حفظتون کنه، به خاطر الله دوستم میدارم استاد. السلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید. شکر الله، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت ان شاء الله که صحت سلامت شما اهل بیت که الحمدلله الحمدلله. مسئله و نماز اشراق که نماز ظهر کمتر معلومات میدادی؟ فرق نیست بین نماز ظهر و بین نماز اشراق، هیچ فرقی ندارد. اگرچه بعضی از علما
نماز اشراق، نماز چاشت، نماز ضحی گویان بینش فرق میگذارند و بعض اختلافات را ذکر میکنند. هیچ اختلافی ندارد. یک عمل است، نامش مختلف است. نامش رو ضحی میگن، نامش رو چاشت به زبان تاجیک میگن، نامش رو اشراق میگن. همیش نام یک نماز است که بعد از بلند شدن آفتاب، بعد از اینکه یک نیزه بلند میشود آفتاب، تا نمازی تا وقتی زوال آفتاب خونده میشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میخوانند. انا همین رو نمازی ضحی اشراق گفته میشد. بارک الله فیکم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث گفت که هر کسی که دو رکعت نماز ضحی میخواند 365 صدقه که باید به هر یک اعضای بقومهایش کند به سبب دو رکعت نماز برداشته میشه. انشالله. یعنی خیلی ثواب زیاد داره. بارک الله فیک. فرقیتش نیست گویا که هم نماز فرقی هم نداره. چونکه با یک برادر یک التماس کردن که پرسید گفتم اشراق گویا مسجد به همین آفتاب هم تو برآمد خوانده. من گفتم اخی همین میدونستگی من یک قدی نیزه آفتاب برآمد بعد نماز جایز گفته و اکری بودم همین انیخ نه هر دو یک چیز است برادر. هر دو یک چیز است. بارک الله فیک. لا تحزن. الله اسلام کن برادر. فهمو حضرت سونی وای مسئله کتابم حرکت شد اسمی درباره طهارت و ان شاء الله که البته ان شاء الله نقشه به هست، حرکت هم هست ان شاء الله. البته که این چیزو اویست میشه ان شاء الله چوب میشد به نزدیک ان شاء الله. برکه و الله. بارک الله فیک. راضی باشم. الله سلام باشه. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر لا تحزن هستید برادر؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستی برادر اسلام؟ الحمدلله برادر، الحمدلله خوب هستیم. بارک الله فیک. محمد بفرمایید. برادر جان یک سه سوال دارم برادرم میرم که در ششمو گپ زنه پایین گوش میکنم برادر ممکنه؟ بفرمایید. برادر وقتی که به اسلام دعوت میکنی رای حق ده برادر. من خدم لیشنه برادر طرفدار یگان آدم نیستم، همچون یک مسلمان طرفدار حقم برادر. برای چی بگو که برای ما باور نمیکنم هر کس برادر. برای جیم خیلی بودم راست میگم تو یکه باور نمیکنم. اول نگاه میکنم میفهمم کیه چه بعد قبولش میکنم. انا برادر ما کی باشی وقتی که آدمی که میدونه خطیب برادری که به اسلام دعوت میکنه سر چی سوالت میته میگه کلمه لا اله الا الله را میدونی؟ میگم نمیدونم. بعد میگه تو مشرکی تو کافری. ای برادر میگم نگوی گپا. وقتی برادر ما کلمه لا اله الا الله را مثال یک برادر که نمیدونه نه که تو طرفداری نمیکنه طرفدار اسلام شد به سعود نه که جان میته برای اسلامش اوی امر هم خیلی کافر میگن. ممکنه است برادر مشرکش میگه خویم هم خیلی چیزا میگه برادر برنامه شما از نام شما گام میزنه میگه ما شاگردای مدنی ای استاد مدنی ما طرفداری میکنیم استاد مدنی را. من میگم برادر شما چه خیلی استاد طرفداری میکنه پیشو میخزین دفاع میکنید برادر را مشرک کافر هم خیلی چیزا میگم خیلی درس میده. هست انسان خوبش هست برادر شاگرد شما هست انسان خوبش هست کم برادر جان. انا ورای ما خواهش برادر که بو فهمونشون نگنی خیلی کافر نگنی برادر دیگره یا برادر مشرک نگه سر زمین ره کافر مشرک بعد ما چی قبول کنیم برادر ورا ما بفهمیم که رای حق همو اگه جو میدونیم وقتی خیلی میگن نمی خواهش دارم برادر جون. ما یک انسان هستم باز سخن که قبول میکنم وقتی خطا کردی برادر خطا کردی رد میکنم توقی برادر کوین باشه نباشه حقش قبول میکنم و حقش رد میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اولا منهج اهل سنت و جماعت باید همین باشد که برادران و خواهران عزیز ما باید اعتقاد داشته باشیم که یگان نفر انسان معصوم نیست یعنی بیگناه نیست و ما پیروی یک انسان نه پیروی دلیل همون انسان رو بکنیم. یعنی هر کس به دلیلش نظر کنیم دلیلش اگر حق است قبول میکنیم دلیلش باطل است یا دلیل خطا میفهمد یا استدلال از دلیلش غلط است در این حالت دور است. و این برادرهایی که خیلی مردم انتقاد میگیرند برادرهایی که در گرد اطراف ما هستند برادرهایی که بعضشون ما میشناسیم یا بعضشون نمیشناسیم
این برادرهایم به گرد و اطراف ما به خاطر یگان دنیای من یا به خاطر یگان چیزی من نامدند و بسیاری اینها من نمیشناسند و نمیدانند و ندیدند. به خاطر انمین منهج اهل سنت و الجماعه این توحید قبول کردند، یعنی دلیل نظر کردند، قرآن و سنت نظر کردند، دلیل ما گفتگی نظر کردند، او مختن دیدند که بله حق است. اینها پیروان من نیستند، اینها پیروان حق هستند، اینها پیروان من نیستند، اینها پیروان قرآن و سنت با فهم سلف هستند. اینها شاگردان من نیستند، اینها شاگردان قرآن و سنت با فهم سلف این امت هستند. و هر کدام اینها عقل دارند، حکمت دارند، خیرات دارند و هر یک دلیل میدارند، میسنجند. بعضیشون خطا کنند، ما البته نصیحت میکنیم، بعضیشون خطا میکند و از بین میرود و بعضیشون نصیحت میگیرد و غیر و غیره. لیکن ما همیشه نصیحت داریم. اما بالاخره شما هم ای مردم یک نیکی و مردی طاعت رو هم ذکر کنید. تو بکی او بیدری خونه به خودی مقاله تاجیکا خیره است. تا بکی این مهربانی برادرهای ما رو شما نادیده میگیرید. من خودم صدها مراتب دیدم و خودم این دیدم که یک مشرک به نزد ما می آید، اگرچه ما اینو مشرک میگوییم اما بر رویش نگفته او را آهسته به توحید صدها مراتب دعوت کرده است. در همین گروه هم برادرهای ما صدها مراتب مشرکان را آرامی که دعوت کرده است. اما این سخنهای برادرها در حق کسایی می شود که بعضی انسان ها توحید را نمی دانند، اسلام نمی فهمند، می برایند در همین گروه ها بر علیه اهل توحید، بر علیه قرآن و سنت، بر علیه منهج اهل سنت و الجماعه زبان درازی میکنند. گویا که می دانند. یک دوملا بر این گپ میزند، ای شما گمراهین، شما اینین خطا میکنین، ای شما اون میگد. برادرهای ما هم سعی میکنن که ای بزرگوار، ای کسی که خیلی ماشاءالله تبارک الله صحبت های قوی گفته سودایی، به تو سوال است که توحید چیست، لا اله الا الله چیست، میگد که نمیدونم. بعد چی؟ اگر تو لا اله الا الله رو نونی، برای چی اومده همراه اهل سنت زد و خورد میکنی؟ وقتی که لا اله الا الله رو ندانی چرا اومده مشرک رو دفاع میکنی؟ وقتی که لا اله الا الله رو ندانی چرا اومده ما رو گمراه میگویی؟ و برای این چنین انسان بعد گفته میشه که خودت گمراه هستی، خودت مشرک هستی آخر. اما یک انسان عادیه که به اهل سنت و الجماعت هیچ چیزی نگفت، برادرای موحد هیچ چیزی نگفت، هم تو برای یک بار لا اله الا الله میدونی نه تکفیر، این خیلی گپ درست نیست. در این خیلی نگویه. آدمی که از علمیش استفاده بردم به ضد شما سنگ نمیپرتاید یا به علم باشدم خاموش می نشیند و به شما طعنه نمیزند، به اهل سنت طعنه نمیزند، ما این خیلی باید به حکمت دعوت کنیم، به آرامی دعوت کنیم. اما انسانی که اومده جاهل است و جاهل بودنش نمیداند، جهلش جهلی مرکب است، اهل سنت گمراه میگه، حقارت میکنه، دشنام میکنه، ما هم اینا به جاش میشینونیم، یک بار اثبات میکنه که تو همین شایسته همین گپ نیستی، چیزی نیستی. برای همین فرق این دو آدم را بالاخره شما فهمیدید. مردم توجی آدمی هست که نادان و اما خاموش حق میرسد میگیرد، ما اینا به حکمت دعوت میکنیم. آدمی هست که نادان است اما نمیداند که نمیداند که جاهل است، اومده مثل مولا گپ میزند، همه را خورد دشنام میکند. ما این به اثبات میکنیم که این اسلام نمیفهمد. بارک الله فیک. او کسی که شما گفتید برادر لا تحزن همجا اومد، اگر اومده باشد بسم الله بالا کنید، نه اومده باشد خیر، وقتی اومد بالا کنید. راه حق بفرمایید. روی سونکرات شیخ بخشش بدم هم بچه میجان داشت فلسطینی نوشته که من بالا کنید، فلسطینی بالا میفرمون بالا اما میفرمون استاد اجازه ما یک تساؤلات دیم و بعد رای. بله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. در طرفای اروپا یک خواهر بوده، چند فرزند، 5-6 فرزند همراهش است. میخواهند که از طرف دولت چی روی کده، گفته که سود ما اینا جواب دادیم برادر عزیزم، ما اینا به خودش خاص روان کردیم. اینا ما یک هفته پیش جواب داده بودیم برادر. بارک الله فیک. اینا حاضر پرسیدن، یک هفته پیش جواب داده بودیم. ما همون سوال کننده و حیران میشیم که
چرا مثلا سوالی که شما میتید به جانب برادرها ما گفتیم سوال همین خیلی است که یک خواهر است 5 فرزند دارد از شوهرش جدا شد شوهرش میرد به سودی طغوت‌ها مراجعه میکرد امروز طغوت‌ها میخواهند که فرزند اینه کشیده گیرند آیا این میتواند که مراجعه به محکمه طغوتی کند فرزنداش گیرد دفاع کند یا که برای دفاع فرزنداش به مراجعه محکمه طغوت ما گفتیم که اگر فرزند اینه همون حکومت میگرفتگی باشد البته برای فرزنداش دفاع کردن این روند درست است زیرا که این اکراه است اگر آواز گم شد. الله المستعان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صدای من هست؟ علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صدای من باشد؟ بله، اینجا وایفای ما کمتر ضعیف است، کم کم در حالت‌های جنگی اوکراین کم کم اینترنت ها ضعیف شده است، از اینجا پرتوخته می‌ایستد. خیر این حالت میفهمیدگی حالت است. فلسطینی ما می‌خواستیم
شما چیزی میخواستید بگویید یا اون چیزی رو میخواستید بشنوید بفرمایید. بلندتر کمی گپ زنید، بلندتر گپ زنید مشنوید. من در یوتیوب یک نوار رو گوش کردم که ضبط شما بود و یک مادر شما بود گفتیم که مادر من مشرک است. من همین را میخواستم بفهمم آیا همین درست است یا نه. نفهمیدم. نه صدای شما پست است برادر. یگون چیز فهمیده نمیشد. باید که بلندتر گپ زنید فهمید. صدا شما اومده است؟ بله بله بفرمایید. من در یوتیوب یک روز یک نوار دیدم، گوش کردم نوار رو. بله. ضبط شما بود. یک مقصد یک زنک بود، مادر شما بود. شما باید میگفتید که مادر من مشرک است. من با همه خاطر همین را مقصد بفهمم که همین درست است یا نه. یعنی یک نوار شما دیدید که صدای من است، من گفتم که گویا که مادر من مشرک است. خیلی صدا شنیدید چون؟ بله بله یک زنک چخته در همونجا. چیغید؟ من در یوتیوب یک نوار دیدم وقتی که یک تلفن موندگی بود یک زنک چخ بود اونجا. مقصد که همون مادر شما میگفته که مادر من مشرک است. همین ویدیو را من تماشا کردم. همون زن جوغ بود. همون جوغ چی گفتن اینگه پس زبان تاجیکی بگن که جوغ چی هستین؟ راستش آیا همین درست است یا نه؟ من میخوام که از زبانش بگم. بارک الله فیک، بارک الله فیک. الله المستعان. البته که این باطل است. صدای مرا شما شنیدگی نیستید. من در یگان جا نگفتم که مادر من مشرک بود یا که مشرک هست. این گپ باطل است. مادر من است که مرا تعلیم داده است. مادرم است که مرا زیاده از 100,000 بار لا اله الا الله گفته گویانده است. در سال 1990 چند به ما لا اله الا الله تعلیم داد و لا اله الا الله محمد رسول الله گفته میگشتیم. چند صد، زیاده از 100,000 مراتبه، زیاده از 100,000 مراتبه. این شوخی نیست. هر روز 500 بار، 1000 بار، حتی زیادتر از این ما وظیفه میگرفتیم و این دینمون رو اولش رو از مادرمون آموختیم. الله حفظشون بکند و برکتشون بدهد. اما امروز دشمنان ما که نامرد هستند و خائن هستند، از اونها همه چیز انتظار شدن ممکن است. شاید یگون منتج کرده باشند، شاید یگون منتج کرده باشند. مثلا یک کلمه مادر گرفته، بعد از این کلمه دیگر گرفته آورده هر چه یک جا گذاشته، یگون منتج کردنشون ممکن است. کسی این رو منتج کرده باشد، الله خورشون بکند. لیکن این خیلی نیست. مادر من عین حال موحد است. الله حفظشون بکند. ان شاء الله امیدواریم که به همه ما حسن خاتمه را نصیب بکند. یعنی او گپ شما نیست؟ بله نه گپی من نیست. یک کسی گفته شده است که این خودش شاگردی، اگر شما نباشه گفته شده است که تمام باقی ندارد. یک کسی گفته شده است که این خودش شاگرد محمد اقبال گفته شده است. به این چی میگید؟ این درست است یا نادرست؟ من شاگرد محمد اقبال نه، هیچ که من گوش میکنم کدام طرفی که حق باشه حق قبول میکنم، باطل قبول نمیکنم. به این دنبال این چیزها نگردید. مادرش مشرک گفت که پدرش گفت. این گپ من حزبی ها، این یک دروغ بافته است. شما بلا اله الا الله چنگ زنید. شما حق از کجا میفهمید که حق است؟ مثلا از کجا میفهمید که یک آدمی باطل سخن میکنه؟ شما علم ندارید که فهمید که حق چیست باطل چیست. لا اله الا الله آموزید، معنای لا اله الا الله آموزید، به قرآن نظر کنید، به سیرت پیامبر نظر کنید، پیامبر چگونه زندگی کردن به این نظر بکنید. بعد ان شاء الله دعا بکنید، حرکت بکنید، حق آشکار میشه. بارک الله فیک. سلام علیکم و رحمت الله. بله شیخ محمد اقبال گوش میکنه شیخ. برش کم یا تا دیگر شوز هم جبر ما دیفو کده سبت که برادران ما را تکفیر میکنن. اما خالی بسیار گروه بسیار گوش میکنن. چندم برادر به خوبی فهموندن شه میبیوین که برادران را گناهگار میکنن. جزاک الله خیرم. و ایاکم. بارک الله فیک.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شیخ. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. این در دیگه گروه بود گفتم خیلی گفتم خیلی نیست کشیده محمدی مینا فهمید بخشش پرسید. من یک دوست سوال داشتم برادر. بفرمایید الله بارک فیک. همین مسئله تلخی تندی شوریده پرسیدنیم. من خودم وقتی که یکون چی میخورم خوراک من یکون کس خورم میگه که شور میخوری میگه برای خودم شور نیست. های تلخی ایک استفاده نمیبرم. هر زمان چای تلخ میخورم. مسئله تندی خیلی تندی رو دوست میدارم. مسئله تندی رو دوست میدارم و ایک نمیخورم. مقصد که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن از تندی هم پرهیز کنم. برای ما یک پرسم که چی باید باشد روشنایی می انداختید. الله هیستون بکند. بارک الله فیک. هر کس یک مجاز خاص خود رو دارد، هر کس طبیعت خود رو دارد و هر کس یک جسم خود رو دارد که این جسم وابسته به همون طلبات کمبودی خودش یا که زیاد بودن بعضی چیزها خودش یک اشتهای دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در هیچ جای تند خوردن رو حرام یا که منع نکردن. این وابسته به شرایط است. اگر همون جسم شما طلبات کرد که تندی رو بخورید، انسان هستن که شب روز تندی میخورن. چقدر پاکستانی ها، هندی ها، اندونزیا، مالزیا تند میخورد، باور بکنید تندی اونها را همین بوش فهمید شما بوی تندی و حکتی اذیت میکشید. اینقدر تندی اونها سخت است که از همین جد این بوکه ندارد. از نظر شریعت این وابسته به نفس شما است. اگر به شما ضرر نبیاد گرفتن میگیرید. مسئله شوری هم همین خیلی است. فقط شرط همین است که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک قاعده رو گذاشتن برادر. گفتن لا ضرر ولا ضرار. مسلمان کسی هست که به خودش هم ضرر نرساند، به دیگر کسها هم ضرر نرساند. یعنی مسلمان یک چیزی که به خودش ضرر میرسد همون استعمال نمیکند. یا اگر مثلا شور خوردن ضرر داشته باشد کمتر میکند. زیرا که زدن به نفس این درست نیست. الله ظلم کردن رو حرام کرد. هم به خود هم به ظلم کردن رو حرام کرد، هم به دیگرها. ضرر رسانیدن هم به خود انسان حرام است، هم به دیگرها. از همین جهت بارک الله فیکم همه این چیزها را به تنظیمش میخورید، تناول میکنید تا که به خودتون هم ضرر نرسد. بارک الله فیک. اما دیگر بوکه نداره. مسئله تلخی ما کم چای تلخ هم میخورم. خیلی که بوکه نداره. اگر به خود شما فورت بوکه ندارد. مثلا کافه تلخ است. بعضی هستن که کافه رو بدون شکر استعمال میکنن، برایشون همین پسند می آید و البته که ما هیچگاه نمیگیم که این حرام است یا که مثلا تلخ ممکن است. بعضی هم مغز رو حتی تلخی مغزی بادام رو به بعضی از مریضی ها خیلی سبب شفا هم میگن. یکی از سبب ها میگن بوکه ندارد، بالعموم بوکه ندارد. بارک الله فیک. سلام علیکم. الله خیر برادر عزیز. خدا پناه عزتش نگه داره شما را. دشمنانتان خوار و ذلیل گردانند برادر. امین امین. بارک الله فیک. بفرمایید برادر بفرمایید. اخی جون بخشید سوال تیمور من برادر چه امی از قرآن قسم خوردن حکمش چیه شیخ؟ یعنی چی گفته قسم؟ قسم به قرآن میگه؟ بله، مثل که والله بلایم قرآن به همین قرآن قسم قرآن زنه. بله. بارک الله فیکم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسئله قسم خوردن به ما تعلیمات دادن، منهج رو تعلیم دادن و بیان کردن و گفتن من اراد ان یحلف فلیحلف بالله. هر کسی که میخواهد قسم بخورد پس قسم فقط به الله بخورد. سه نمود قسم است: والله، بالله، تالله. از همین سه نمود قسم موحد مسلمان دیگر قسمی زیادتی نمیخورد. نه به قرآن، نه به خانه کعبه، نه به دیگر چیزها، و این درست نیست. اما اگر یک کسی بیاد بگوید که قسم به قرآن گوید آیا یک بار کافر می شود یا نمی شود، این مسئله دیگر است. زیرا که
اگر قسم به قرآن گوید به خاطر بزرگ شماریدن قرآن و غیره، این را گناه کبیره میگن. اما قرآن زند گوید، به این معنا که قرآن انسان را زده میتواند، گویا که قرآن مستقل بلا و آفت را میرساند بگوید، این هم تفصیلات دارد. بعض از علما اگر کلام الله گوید این دیگر مسئله است میگن، خود قرآن اگر کتاب ورقه گوید این دیگر مسئله. این درست نیست، این درست نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث روایت است که میگن من حلف لغیر الله فقد اشرک، هر کسی که به غیر الله قسم بخورد شرک را انجام داده است. از همین جهت از این نمود قسم هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم تعلیم ندادند و شما رو از این راه ها باز داشتند دور باشید. بارک الله فیک. حتی یکی از صحابگان در زمان پیامبر صلی الله علیه و سعد ابن ابی وقاص قسم میخورد بلات عزا، صحابگان میگن که ما نراک الا قد کفر، ما تو رو جز همین نمیبینیم که کافر شدی. اذهب الى النبی، به نزد پیامبر رو. به نزد پیامبر وقتی که میبرن پیامبر میگن که قل لا اله الا الله ثلاثه، لا اله الا الله محمد رسول الله را 3 بار میگوین و 3 بار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگن، تجدید ایمان میکنن. مسئله قسم مسئله خیلی خطرناک است. بارک الله فیکم. جزاک الله خیر. آخرین سوال شیخ جان، قطعی یک بحث با یک برادر بود. دلیل این برای قسم خوردن قرآن گفت که این کلامی الله هست، این مخلوق نیست، به همین خاطر حتی اجازت گفته بودم. خیلی بحث بود، اینا جواب گرفتم. سوال دیگه که میگه نه مسئله دیگر مسئله. ببینید یک لحظه، این مسئله دیگه خیلی مسئله است. اگر کسی که قرآن گفته مقصدش کلام الله مخلوق، همین کلام الله گفته قسم بخورد، بله قسم خورد به کلام الله، اگر چی که این درست نیست از نظر منهج پیامبر صلی الله علیه و آله این کار نکردن، لیکن ما این آدم گناهگار یا که مشرک شد یا که گناهگار شد یا که گناه کبیره کرد نمیگیم. این کلام الله صفت الله است، قرآن کلام الله صفت الله است. اما همین کتاب ورق، همین کتاب ورقش به قسم خورد، این درست نیست. بارک الله فیکم. فهمیدم. سوال دیگه بین این برادر بود که زن عرب گرفتنش حرام است، میگه دلیلش میگه که عمر رضی الله عنه من کردگی برای که چیاشون ارالش نشه گفته. همین درسته؟ این گپای خرافاتی است. این گپای خرافاتی است. گرفتن البته درست است، هیچ بوکی نیست، هیچ کس به هم دیگرش حرام نکرد، لیکن حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله عنه آمیخته شدنی فارس ها را که در همون وقت از مجوسی نو برآمده بودند جایز دانند هم اینقدر خوششون نمی آمد. از همین جهت می گفتند که هلاک و امه، می گفتند هلاک این امت محمد صلی الله علیه و سلم همین است که می گفتند فرزندهایی که از زنهای مجوس، از فرزندهای ایرانی تولد شد، انمینو هلاک این امت است. یعنی ببینید پیامبر حضرت اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم، یکی از بزرگترین 10 یاری بهشتی بعد از ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر همین سخن گفتن که گفتند وقتی که ایران فتح شد این زنهای ایرانی رو عرب‌ها صحابگان بعضشون گرفتن، از اینها فرزند به وجود آمد. فرزند مادرش مجوسی نه مسلمان بعضش شد، بعضش مسلمان اوری نشد و پدرش مسلمان. پیامبر گفتند که هلاک این امت همین است که این فرزندها کلان شد. همین مأمون رو میگفتند که مأمون، واثق بالله و متوکل، اینها رو میگفتند که یعنی مادرش از جانب ایران مجوسی بود و غیره. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. شیخ اگر همین چی باشه برایش که مردم روچکه هاشون هم بگیرین که سبحان الله کم کم گپای چی می نویسن بهترین ده. سلام علیکم. من حضرت این مورد نمیفهمم، لیکن این در دست ما نیست، این در دست ما است. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر. خوب است برادر. اینجاست ان شاء الله. الحمدلله برادر، جزاک الله. همین احمد قطعی شون کسی است همین دتا یا که برادر باشن اشکال کنن یا که همه را محکم بینن که ادمی شده از اینجا چند باشید محکم قیصد مردم. احمد اگر برادر باشه الله بترس مردم های خیلی که قطعی ایشان یا که فتنگر باشه دفشه گروپ ها اعوذ بالله. قطعی همین ایشان کسی نمیاد. چی شده است که اینجا من پوینا ندیدستم. سبحان الله. برادرها را محکم میکنه، هر چی فرا مینویسن من نمیدونم کی هستن. اگر همین برادرها باشن از برای الله نکنی، اگر برادر باشه ادمیناشو بگیره شیطان اینجا ادمین نداره بالله. ادمین نداره والله والله. احمد کس روچ خوشم بیا حدش.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر هم ولی همین کسایی که همین خیلی خط نوشته است مثلا همین ایشون هستن nebo کسی دیگر است اینها را او دلیل بکنین از این گروه برون بین برادر رو فتنه نکنند اگر توانید او دلیل بکنین. الان انشالله بهترین میشه. برادر ابو محمد مدنی یک سوال دارم. بفرمایید. یعنی مجیب الرحمن انصاری را دربارش یگون چی میدونسته؟ میدونستم که در مدینه منوره میخوند، میدونستم که در وصال حق کار میکرد، میدونستم که عذر المشرک بود، همین قدر میدونستم. انا همین مسئله را خواستم از شما بفهمم که همین چی بدنش هم خواستم بفهمم که همجا عقیده اهل سنت و الجماعت ثابت ندارد، در منهج اهل سنت و الجماعت نیست، خیلی مشکلی زیاد دارد و یکی از اینا همین است که جهل در شرک اکبر کفر اکبر عذر است میگه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. استاد مهربان، این زمان در زندان قرار داریم. یک سوال داشتم. استاد در اینجا مسجد کردگیم برای نماز جمعه را. امی نماز جمعه برای ما را بفهمون استاد که امی برای زندانی را فرضه یا که نه؟ نماز جمعه خوندن برای زندانی ها فرض نیست است، واجب نیست است. شرایط هم باشد؟ اگر شرایط هم باشد، برای اینکه درون ترمه این اکراه است. در درون ترمه نماز عید نماز جمعه فرض نیست. خواهید اگر خونید باکی ندارد، نخونید نمیخونید، فرض نیست. فهمه استاد مهربان، جزاک الله خیرا استاد. الله شما را حفظ بکند و نجات بده از دست ظالم. آمین آمین استاد. برادر که در بالا هستین خواهش میکنم اگر پایان میشدید خوب میشد. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة. استاد محمد مدنی اگر اجازه باشه ما یک سوال داشتم. بفرمایید. حضرت من یک سخنرانی شما را گوش کردم با امی محمد اقبال. مقصد که ما یگون مقصد علمی نداریم که مقصد این گپایی که شما میگه یا که یگون علمی چقدر که ما بفهمیم با خودمون بگیریم. مقصد ما طرفداری ای همون آدم که کنیم در همینجا گناهگار میشیم یا که یگون چیزی نیست. اولا من همین میگم که من با محمد اقبال صدرالدین در مثلا یوتیوب باشد یا که تلفنی باشد صحبت کردگی نیستم. یک روز صحبت میکنیم ان شاء الله الله مورا سبب بکند که همین محمد اقبال هم هدایت یابد. لیکن تو به حال صحبت نکردیم. بله من الوهیده صحبت کردم، او الوهیده صحبت کرد. این الوهیده صحبت ها بود. بله این الوهیده صحبت ها هست. اما اگر طرفداری از او کنید گناهگار میشید یا نمیشید. بله هر کسی که طرفداری از هر کسی کند در روز قیامت جواب میگوید که چرا طرفداری کرد. مثلا ببینید الله سبحانه و تعالی میگه احشر الذين ظلموا وازواجهم، حشر کنید، از قبر بیرون کنید. در روز قیامت الله میگه از قبر بیرون کنید، میگه ظالم ها را و کسایی که طرفداری کمک کننده ظالم ها بودند. اگر شما به همون گفته های محمد اقبال باوری داشته باشید، همون صادق گوید، همون دیندار گوید، دین گفتی همون بگوید، روز قیامت همراهش میخیزید. برای همین پیش از این که روز قیامت شود اول انیق کنید که روز قیامت همراه کی میخیزید، همراه کی خستم میخوید. بناگاه نشود که همراه محمد اقبال خیزید کفر رسوا شد. محمد اقبال از جانب علم معلومات ندارد، خود محمد اقبال اینو میدوند. محمد اقبال همون افغانستان کم گرد چورش دیگه کوسه افغانستان مقصد هم خوندگی هم میگه، لیکن همین هم درست نیست. علم ندارد. به علمیش از همون رنگ و روش هم معلوم است، از چشمای بیجاش هم معلوم است. یک یوتیوب ها رو که شده بینه در رقم و گام نه چشماش هم خیلی گفتی توجیکا پتر میکنه. ثانیاً محمد اقبال صدرالدین در دیگر جانب دین علم ندارد، در جانب دنیوی هم علم ندارد. بله محمد اقبال صدرالدین ما قائل هستیم که یک افریست، خیلی یک ماشینی که سخت
میلیون ها دلار به خیلی آدم ها را کیدت کردگی، اینم یک تخصصی بزرگه. آدم هر کس فریب دادن نمیتونه. افریست شدن هم شوخی نیست. اینم این افریست، این فریبگره، اینا همه یم دبی ها میدونن. من به دبی یک چند بار رفته میسودم، از این قصه های با خبرم. کاوکازی ها گرفتنش و پرو چند میلیون بعضی از منطقه ما دادند و این اون. ما به این کاروش هم اینقدر اهمیت نمیدیم، ما ای بینه سختم نمیکوبیم، لیکن فقط ما مشکلیمون با همین محمد اقبال در باب عقیده است. او میگوید که دین، میگوید انا همین دین، کاری که ما میکنیم دین است، یعنی الله خالق بودنش انکار کنید، این به گپ زدن درست نیست. میگه همین دین است. پیامبر دروغگو گفت، این به گپ زدن درست نیست، یعنی دفاع پیامبر کردن درست نبوده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآنی که آوردن ساده پریمیتیو گفت، این به گپ زدن ممکن نیست. اما در حق اهل سنت و الجماعه گپ شعر بر این گپ میزنه و یک جنایت سخت کرد. در اساس همون این جنایت در نزد مسلمان ها هم جنایت است، در نزد کفار هم جنایت است. محمد اقبال یک جنایت سخت کرد، ما را به خاطر قتل کردن و نابود کردن و فروختن و به این و آن کشیدن 200,000 مبلغ به همون قطعی نمیدونم حزبی گروه 24 همونو بود کسی بود، اینا موندن. یک همین است، این خیانتش، این جنایت هم در نزد مسلمان ها هم در نزد کفار. یعنی اینها مردانوار عقلا دشمنی نمیکنن. مشکل اینا چی است؟ اینها فروخته شده ها به دست ایران هستند. اکنون امروز اینها در اروپا خودشون مجبور کرده یوروپیسکی کرده هستند، لیکن اینها فروخته شده ها دست ایران هستند. ایران به روسیه نزدیک است. وقتی که روسیه به اوکراین جنگ کرد، اکنون اینها هم گویا که ابو محمد مدنی در اوکراین بود، طرفدار اوکراین شد، گفته همراه ما دیوانگی کرده، به ما جنگ و جدال شروع کرده است. لیکن این بر ضد خودشون به پایان میرسد. حالی ما به این سخن‌هایی که در آخر گفت، به این سخن‌ها رد در ان شاء الله در آینده ذکر میکنیم. ما به این سخن‌هاش رد میزنیم ان شاء الله. هیچ کس گفتش فراموش نمیشود، کارهاش فراموش نمیشد. اینها هستند خودشون خونخوار، پدرشون خون همه جا با خون ریزونیدن، خونخوری کردند، خودشون اکنون اومدن با دلشون خون میکشد، مردم کشتن میخواهند. اینها دعوتشون به سوی جنگ است. اینها خونخورها از همین خونخوریشون دیگه بس نکردن. الله هدایتشون بکنه خونخورها رو. السلام علیکم. کنید بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. عمر بفرمایید. استاد یک سوال بود که همین مسلمانایی که مثلا 10-15 سال پیش یعنی از دنیا گذشتن، اونا یعنی نماز میخوندن، زکات میدادن، لیکن مثلا تومار رو میگرفتن یا که چشمک استفاده میبردن، مثلا یک خرافات بدعتای داشتن مثلا با اونا اخیلنگی به حاضرنگی زمان باریم چخیلی که مثلا من شخصا خودم از طریق تلفن مثلا درساتون رو گوش کرده توحید آموختیم، این خیلی نبود و اونجا مقصد در بعضی مسائل ها خیلی جاهل بودن. اینا رو ما چه یعنی چخیلیشون گویم؟ جزاک الله خیر. هر کسی که ما رو میشناسیم در اسلام بودن مسلمان میگیم، هر کسی رو که میشناسیم در کفر شرک بودن کافر میگیم. اما کسایی رو که نمیشناسیم یعنی عمیق نمیدونیم، عقیده باطن اونها رو نمیدونیم و اینها نماز میخوندن و روزه میداشتن، حکم اسلام میدیم. حکم اسلام میدیم. اگر عملی اسلامیشون رو نماز دیده باشه حکم اسلام میدیم. بارک الله فیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و السلام علی من اتبع الهدى. بفرمایید ابو محمد مدنی. الحمدلله خوب است. خدا چطوره؟ خوبی ان شاء الله؟ الحمدلله شکر. حضرت مثلا همین تو مورد برادر سوال داد، یا سوال ما هم اگر اجازت باشد پرسیم؟ بفرمایید. همین مسئله تومور و تشراب گرفتن مسئله اختلافی همین خلاص حضرت؟ نه اختلافی نیست. خب یعنی که برای جایز بودنش یا برای ناجایز بودنش؟ تومورها به دو قسم تقسیم می شود. یک قسم تومور اختلافی است، یک قسم تومور اتفاقی است. حضرت ما هم سوال من همه بود که از نگاه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله
تومور و تشتوب چگونه هست؟ تمام. الله یهدیک. اولا در مسئله تومور میکروفون خاموش بکن، صدای ما رسد، بعد انشالله صحبت کردنی باشه با دوام میدیم. خب حضرت نگاه ابن تیمیه را بگین انشالله بهتر میشه. تمام همین برافت استیم انشالله. در مسئله تومور در نزد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دو نوع بود، زیرا که در نزد سلف صالح هم تومور دو نوع بود. توموری که شرک است و یک توموری که در بولش اختلاف است. تو این شرک اکبر نمیگویند، اما اختلاف در حرام یا در جایز بودنش میشود. توموری که در نزد سلف صالح، در نزد ابن تیمیه، در نزد محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله و در نزد ما هم این شرک است. این به گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم است که پیامبر گفتند من علق تمیمه فقط اشرک. هر کسی که تمیمه رو یعنی یک چیزی رو آویزان بکند به خودش، به تحقیق همون شرک رو انجام داد. یعنی توموری که در درونش چی باشد؟ آیت های قرآن هم هست، حدیث هم هست، لیکن بعد از این بعضی تلیسم ها هست، بعضی سخن های کفری هست، یا توموری که از دندان گرگ ساخته شده است، از پوست فلان شتور است، از این است و آن است. توموری که در ورقهایش وقتی که نظر میکنید فقط جادو و سحر و غیره انداخته، انا این تومور آویزان کردنش شرک است و کفر است. و این تمیمه همون قزملچاق هایی که ملچه هایی که به دست کودکان انداخته می شود، یا که بعضی از چیزهای دیگری که میگویند که چشم را دور میکند و بلا را نابود میکند، به همین معنا این را تومور تمیمه گفته میشد. همه اینها شرک است. اگر اینها را سبب بگوید شرک اصغر است، اگر همینها را خودش به ما فایده میرساند یا ضرر میرساند یا ما را از ضرر نگه میدارد بگوید، سبحان الله، این شرک اکبر است. این در نزد شیخ الاسلام تیمیه هم بود. اما دومین نمودی توموری که در نزد سلف صالح اختلاف شد، در زمان سلف صالح اختلاف شد و حتی بعض صحابگان آشکار این چیز منع نکردند و بعض صحابگان آشکار این منع کردند. این همان توموری که در درونش تلیسم نیست، یگان چیزی بیجا نیست، توموری که از آیت های قرآن یا دعاهای صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم یک ورق به نوشته شده، انسان همراه خودش گرفته تومور آویزان کرده میگردد. مثلا 4 قل نوشتگی است، سوره فاتحه نوشتگی است، آیت الکرسی نوشتگی است. این تومور حکمش چیست؟ این تومور ما یک بار شرک نمیگوییم، یک بار این تومور شرک نمیگوییم، میگیم که آویزان کردن این تومور در بالایش اختلاف شده است. قسمی از علما حرام میگویند و قسمی از دیگری علما میگن که اگر فقط آیات های قرآن یا دعای صحیح باشه جایز میگن. مسئله اختلافی است و از شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در این مسئله دو قول است. قول صحیح همین است که این حرام است، جایز نیست. در کتاب مجموع الفتاوا این چیز وجود دارد و ابن القیم الجوزی از خودشون هم ذکر میکنن. و قولی هست که سختگیری نمیکنن، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیه این مسئله به سختگیری نمیکنن و روایتی که حرام بودن این چیز به دلالت میکرد از عبدالله ابن مسعود است رضی الله عنه که آویزان کردن توموری که حتی از قرآن باشد یا حتی از دعای صحیح رسول الله باشد هم حرام است و بدعت است، زیرا که در زمان پیامبر و صحابگان هیچ کسی تومور در زمان زنده بودن پیامبر صلی الله علیه و آله هیچ کسی از صحابگان تومور از قرآن و از سنت آویزان نمیکردند، نبود این چیز. و این یک مخالفت های دیگر دارد، همراهش با حاجتخانه در آمدن به ادبی به قرآن می شود و غیره و غیره. و مقصدی نابود کردن مقصد اساس قرآن که قرآن برای عمل آمد، تلاوت و عمل آمد، نه برای این گرفته گشتن. شفای قرآن در تلاوتش است میگن ابن القیم الجوزی و قول راجح هم همین است. قول راجح هم همین است. بله حضرت، همو اگر شما همو بالای نیکی که من صورت گذاشتم همو را میدرومدین میخوندین، همه مسئله چی میشته باشه؟ اگر میشد من که شدم و یجوز ان یکتب للمصاب و غیره من المرضى شيئا من كتاب الله وذكر بالمداد المباح ويغسل ويسقى كما نص على ذلك احمد. بله این چیز دیگر چیز است. این جمله اول است و جایز است که به انسانی یک مصابت رسیده، انسانی که مریض است، این انسان مریض یک چیزی رو بنویسی، چیزی از کتاب، یکی از آیات های کتاب رو بنویسی به مداد، یعنی به همون رنگی که مباح است، حلال است،
رنگ های هم هر خیل میشد، بعضی رنگ ها ضرر میرسونه، جایز نیست. عادتا علما زعفران میگن، زعفران به همون رنگ زعفران به بالای مثلا یک لگند یا یک کاغذ ورق آیت قرآن رو، سوره فاتحه یا که یگون چیز رو بنویسی میگن و بعد از این همون لگند رو، همون جایگاه رو یا که همون کاغذ رو بشویی و بعد از این آبی همون رو بنوشانی به همین مریض. این جایز است میگن. کما نص علی ذلك احمد و غیره، چگونه که احمد و غیر احمد دیگر کسا در این مسئله صحبت کردند. قال عبد الله ابن احمد روایت کردند و گفتند قرأت على ابي ثنا يعلى بن حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا سفيان عن محمد بن ابي ليلى من الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اذا كما خیلی معیده نشته است به بولون آمده عصر على المرء ولادتها فليكتب. یعنی روایت به سند گویا که میورند که عبدالله ابن عباس گفته شدند که زمانی که به یک زن تولد کردن، یک زن برای یک زن تولد کردنش سختی میکشد، یعنی تولد کردن دور و دراز، همون وقتی تولدش میرود فلیکتب میگن بنویسید بسم الله لا اله الا الله الحلیم الكریم سبحان الله رب العرش العظیم الحمد لله رب العالمین، همین بنویسید میگن. و بعد از این میگن كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. اینو اتوکتی گویا که از ابی قال ابي يعني عبد الله بن احمد میگه که پدرم گفت حدثنا اسود بن عامر باسناد بمعنى وقال يكتب في اناء نظيف فيسقى، در یک جایگاه تازه، انا همین یعنی طبق، در یک طبق تازه همین چیز نوشانده شده نوشانیده می شود. و زاد فيه وكيع فتسقى و ينضح ما دون سرتها، یعنی اینم یعنی نوشانیده می شود نوشته. قال عبد الله رأيت ابي يكتب للمرأة في جام او شيء نظيف. یعنی این روایت ها به خاطر چی اومده است؟ یک کسل، یک انسان مریض رو وقتی که شما یک آیت رو نویسونید به مثلا به رنگ زعفران و نوشانید، جایز است یا نیست؟ این روایت ها برای من اومده است که جایز است، لیکن روایت ها سندش همش ضعیف است. اگر بعضی روایت هایی که در این مسئله البته صحیح هم هست، از سلف صالح صحیح هم هست، لیکن ما نظر میکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمانشون همین عمل بود یا نبود؟ نبود. ما نمیکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم ما یک قاعده داریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم كل خير دل امته عليه ما يبقى، در روایت ما يبقى من خير الا دل امته عليه، یگان نیکی نموند، یگان خوبی نموند مگر این که امتشان رو به این راهنمود کردند و یگان بدی نموند مگر این که امتشان رو خبر دادند. پیامبر صلی الله علیه و سلم این رو نکردند، صحابگان نکردند و نمیکنیم. و این روایت هایی که هست در بسیاری سندهایش و غیر این سندها، و اگرچه بعضش سندهاش هم درست هست، لیکن عموما ما وقتی که نظر میکنیم به فعل پیامبر صلی الله علیه و صحابگان این چیزها به وجود نمیاد. اما کسایی که این کارو میکنند، ابو محمد بخشش همیجا همین من عکسی که گذاشتم ان شاء الله که میفهمید از کدام کتاب است؟ نه از کتاب علمای اهل سنت و الجماعت است. والله اعلم از کتاب علمای اهل سنت و الجماعت. خب بهترین شما گفتین که کتاب اهل سنت و الجماعت است و گفتین حاضر حضرت و گفتین که شما بعض سنداش ضعیف است. همین عکسی که من گذاشتم بالای همین، این مجموعه الفتاوا جلد 19 صحیفه 64 است حضرت. شما وقتی خوندین شرح دادین گفتین اهل سنت است. انا ابن تیمیه را گفتن که بعضیشو سندشون ضعیف، من نفهمیدم حضرت. و من قول ابن تیمیه رحمه الله وقتی که من پرسیدم از شما شرح دادین، اما اینجا قول محمد قول ابن تیمیه دیگر چیز برای من حضرت. و فکر میکنم پیدا که شما شرح دادین. گوش که حضرت یه دقیقه شما سخن کردین ما خاموش بدیم. خواهشان نکنم. باشه بفرم. و دیگر و درباره تومور و تشتاب شما دو تقسیم کردن قول ابن تیمیه را و فکر میکنم که ابن تیمیه را کردن. نه حضرت گفتن که و فکر میکنم که حضرت بعض اینجا عباره را از جهت گراماتیکی خطا هم خواندین و یجوز ان یکتب، شما یکتب
گفته اینجا از موضوع بیرون نبرو. ما بار دیگر تکرار میکنیم که انا همین مسئله به حاضر صحبت میکنیم، بعد مسئله گراماتیکی بمیریم. حاضر ما مسئله این به صحبت بکنیم، گراماتیکی بمیریم. بوکی نداره، خطا کردن ممکن است. بوکی نداره، خطا کردن ممکن است. لیکن حالا بیست بگویی از نام ابن تیمیه یک سخن کردی، لیکن ابن تیمیه دیگر چیز گفته است. من ابو محمد مدنی فقط این یک سخن دیگر میکنم. من مسئله نمیکشم، فقط سخن میکنم، خاموش هستم. ابو محمد مدنی خواهشم شاگرداتون را بگن که آوازی ما رو نزنند. ما با نوبت صحبت میکنیم، شما صحبت کنید، من صحبت میکنم، شما خاموش هستید. صبر بکن. تمام من زبوکت زدم خودم. تو انسانی، من به تو گفته شدم که تو صبر کن. تو یک موضوع گرفتن میخوای رفتن نگیر هوا بری. اول یک تا موضوع حل میکنیم. تو اول بر اومدی به من سوال دادی در موضوع تشتک تومور. من تومور بگفتم که مذهب ابن تیمیه رحمه الله بیان کردم در یک مسئله که شرک است و در یک مسئله که از آیات قرآن باشد. در این مسئله دو قول از ابن تیمیه است. بعد از این تو گفتی که یک همون نوشته که در بالای همون رسم من است بخون. خوندم این به موضوع تومور چی دخل دارد؟ این موضوع مگر همین موضوعی که تو گفته است تومور است؟ به من جواب بگو. آیا همین موضوعی که تو گفته است همین موضوع تومور است یا دیگر موضوع است؟ کنی در کجای این عباره تو تومور کنید؟ خب حضرت در اینجا اومده شده است که تومور را صبر بکن. تومور هم صبر بکن. تو آداب داری تو صوفی. صبر بکن. یک بار صبر بکن. من سوال بکنم. در اینجا اومده است که قرآن رو به یک ورقه، به یک جوگه نوشتن و نوشانیدن برای مریض جایز است گفته است. کنی تومور تا جایی که من خوندم همین چیز خوندم. خب انا ابو محمد مدنی نه بگو تومور را بگو. تو برام گفتی که اینا دوام ابو محمد مدنی ولی شما صحیفه را کامل ببینید در بین 112 نفر مردم میگوید دروغ میگه. این از من سوال کرد در مسئله تومور. من تومور را جواب دادم که توموری هست که شرک است در اساس حدیث و توموری هست که علما اختلاف کردند و شرک نگفتند، در حرام یا جایز بودنش اختلاف شد. این گفت همین ورقه بخون. صفحه که من خوندم درباره تومور نیست، درباره نوشتن و آشامیدن. قرآن یک تا ورق به می نویسی، قرآن یک تا لگن به می نویسی، رنگ همون به آب می شویی و می آشامی. همین علما بله جایز گفتگی علما زیاد هستند، اما ما دینمان رو از قرآن و سنت و با فهم صحابگان میگیریم. در قرآن این چیز نیست، در سنت رسول الله این چیز نیست، صحابگان این کار نکردن، ما نمیکنیم و این چیز ما درست نیست میگیم. اما کسی که همین عمل انجام بدهد یا از علما اینا جایز بگویند ما اونها را مبتدع نمیگوییم. درستش همین است میگیم. تمام. اما در مسئله اینکه گراماتیک را خطا کردی نکردی، من حاضر همین چیزی که کشوده استم از ورقی تو کشوده استم به یک عذاب به چشم من نموده شده است. معده خطایی که البته حرکت ندارد. تو رفتی یک صوفی کن همون حرکتاش به یک عذاب ازیاد کردی، اومدی با روی اومده میخواهی درباره گراماتیکی صحبت بکنی. بیا از اولش صحبت بکنیم. و برای چی اومده است؟ حرف و برای چی اومد؟ آیا عطف میکند یا که زیاد است؟ یجوز کدام فعل است؟ برای چی آخر شرف است؟ ان بعد از خودش اومده یکتب رو چرا فتح میکند یا نمیکند؟ لیل مصاب چی خیلی میری بوکی نداره. لیکن مسئله این است که بله در ترکیب ما چندی بار میگیم که خطا کردم میکرد بوکی نداره. یک صفحه که به من پرتوفتی با شر نداشته سبحان الله میگه که شیخ الاسلام سخنشون اینجا دیگر بوده است. شیخ الاسلام در اینجا درباره نوشته آشامیدن قرآن می نویسی و می آشامی. حتی ابن القیم الجوزی در این باره صحبت کرده میگن که این کاری بد نیست. ابن القیم الجوزی هم همین ابو محمد مدنی ما را رو کاری بد نیست. ابو محمد
مورم که سخن بود حالی صحیفه بود نشد حضرت حالی صحیفه بود نشد مورد نیکی من بدروه صحیفه که به من آخر این صحیفه تو چهل بود نشده است من دیده سودم صحیفه پاپولان نه حضرت وقال امر محمد این خلاصه که یک صحیفه دیگر امر نه امر نه خطا خوندی دیگه ببین هر یک کلمه به خطا بگم قال امر گفتی امر نه ابو امر چشم خودت هم همینجا ندیده است من دیگر ازش نگاه کردم این دیگر صحیفه از خلاصه گفت چشم شما همین خیلی شما خطا کنین چشتون کمتر دیگر جو نگاه کنین عیبی شما نه عیبی چشماتون است خرک چشم دو سه تا اودر زنید نباشه این شما همین خیلی اینجا فرق دوامش خون بخون دوامش قال ابو عمرو بخونین شما من اینجا آوردم که قول ابن تیمیه بخون اخی قال ابو عمرو محمد ابن احمد ابن حمدان چی است اینجا حیری است حیری است اینجا به بچه‌ش منم ننویسه است انا الحسن ابن سفيان حدثنا يمكن اینجا من نفهمم انا اومده است حسن ابن سفيان نسوي احمد ابن سوای سن حدثنا علی تمام است بهم کاری دیگر نیست سند اداش خب این طرف حاضر من میمونم در اینجا انا گاب گیجوده این طرفشه اکنون تو میمونی برای می تومت نکن حالی نمونده تومت شروع نکن صوفی ها یک ورق یک طرفش مونده کدام به این تعلیم داده که همین ورق میبری این درباره تومور ابو محمد میشکنی گفته بیچاره قرم ورقی موندگیش نمیخوند که این ورق درباره تومور نیست میگه که تو دروغ میگویی درباره تومور است مرحمت خوندیم سند است تومور نیست چیش الله المستعان برای همین ورق کامل کرده بیارید بعد گپ زنید ورق کامل نوارده چرا از نام ورق دروغ گام میزنید همین ورق بیچاره هم تومت کردین شما ابو محمد مدنی بیا من کتابم میگم چون من اینجا گذاشته نتونستم شما انا چی را بینین انا مجموعه الفتاوا صحیفه 65 این چیزه گوش بکن ابو حنیفه با تمام احترام با قطعی صحبت کردیم ببین امانت علمی همین اینه ببین آخر بیمون کنه یک بار تو بگویم خب من شما ترجمه کنین شاید من خطا بخونم من میخونم شما ترجمه کنین میشه از صحیفه 65 مجموعه الفتاوا صحیفه الفتاوا 65 میشه صبر بکن امانت علمی امین است که انسان دروغ نباید بگه انسانی که یک بار دروغ گفت او 10 بار دیگر دروغ میگه اومدی گفتی نه چرا دروغ نگفتی دو دروغ گفتی من دو دروغ یک بار میگم دوام مدنی من اقرار نکردی دوام نمیگم گوش بکن اگر همین دو دروغ تا اقرار کردی دوام میدیم اقرار نکردی خاموشانه او است برو از اینجا دروغ یکم ابو محمد یکم همین است که تو گفتی است یک بار است مردم عقلا بدونن خیر ابو محمد چرا گفتن میگیری یک لحظه بیست تو گفتی که از نام شیخ الاسلام ای ابو محمد تو خطا گفت زدی در این صفحه خطا است من به تو گفتم که من درباره تومور قطعی تو گفت زدم در این صفحه دیگر چیز است یکم دروغت همین است که تو گفتی در این صفحه درباره تومور است بعد از این تو گفتی که آخری صفحه را نخوندی در آخر صفحه درباره تومور است آخری صفحه خوندیم بود در آخری صفحه نیست سند تمام است مگر همین دروغ نیست نه بگو که دروغ نیست من سوال دادم که اولین سوالی که من دادم گفتم که نظر ابن تیمیه را در باب تشتاب و تومور این چیزی که شما صحیفه خوندین این در باب مشکلی گوش بکن شاگرد ابو حنیفه گوش بکن در مسئله اعراب طرف که من خدمت کردی یا نکردی ادریس خاموش باشید برادر خاموش باشید شاگرد ابو حنیفه در مسئله اعراب همینجا یکتب هست یا یکتب هست تو مرا گفتی اعراب نفهمیدی خطا از کجا یکتب کتاب ترجمه کن چی میشه یجوز ای یکتب ترجمه کنم توجیه ترجمه کن که جایز است که یکتب چی ترجمه کنی نوشته شود مجهول انا در نزد من الان گوش بکن ای انسانی که دروغ نام گرامت که شما دروغ دید شما دیدین که همین در گرامت که من کمتر به اهمیتی نببینین اوازی نمیکشم از یک بار ببینین حاضر از همین گرامت که هم ببینین خطا خوندی گفته شر نداشت
اینها در گراماتیک هم کذابند. یکتب نه یکتب، یجوز ان یکتب، نوشته بشود. ببینید به من همین صفحه ارسال کرده شد، صفحه در نزد من وجود دارد، مجموع الفتاوی مجله 19 صفحه 64. ببینید چی نوشته؟ حرکت کتی يجوز ان يكتب للمصاب وغيره من المرضى. حرکت ما نودید درست میخونیم، لیکن شما صوفی ها همین ورق به 1 سال تیاری دیده با اومده خطا میخونید. برادر که یگون برادر باشد همین ورق بالای اینجا بماند، همین بالای رسم بماند. همین ورق من اولو اگر کپی کرده توانم کپی کرده به همینجا میگذارم به کامنتار. این صوفی خودش یک بار ببیند شرمنده از نام علمای عرب هم دروغ میگن. شما یکتب بگوید اینا یکتب میگن، شما یکتب خونید اینا میگن که خطا کردین یکتب. اساس همین است که شما رو خطاگیتون رو گفت که در بین مردم. انا این گراماتیک با زبان عربی از کتاب خودش کپی کرده گرفته. من یجوز و یکتب است. شاگرد ابو حنیفه این سیومین دروغگویی است. مرا جواب بگو به این کذابی. یعنی چی میگویی؟ خونم اینه. همین چیزی که من در کامنتار گذاشتم اینو یک بار مطالعه کن خدا. گوش کن. يجوز اینجا انا اینجا رمان کتاب خونم. این کتابی که من در کتابی که گذاشتم کتاب خونم. خب فاعل فعل مجهول اینجا کو ابو محمد فاعل فعل تو چی میدونی؟ تو فاعل فعل به یک طرف ما تو نمیفهمی. تو خون تو همین عباره را خون یک بار همین عباره را خون. يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئا من كتاب الله والذكر. در کتاب چی اومده است؟ کتاب چی اومده است؟ شما کپی کردید. تو ببینید این کتابت قبول نیست. انمین است عاقبت شما. قرآن بیاره دو در نزد قرآن. ابو محمد مدنی نگاه کن، همین فعل طلب میکنه که فاعل داشته باشه. فاعل فعل همینجا به من نشون ده که فاعل کی است؟ ما برای گفتیم که نه ما پیش از این سوال مردن گوری صحبت میکنی قدیما فاعل فعل نشون ده که کیه؟ درباره مردکی ای مشرک درباره مردکی صحبت نکن. درباره مردکی صحبت نکنی. اگر مرد میبینی دو سوال من به تو دادم که جواب ندادی. نامردانه من تهمت کردی در مسئله گراماتیک. نامردانه تهمت کردی که ابن تیمیه سخنشون غلط است. از نام ابن تیمیه دروغ میگویی گفتی. من گفتم برای چی؟ برای اینکه گفتی در این کتاب ابن تیمیه دیگر چیز. آخر این موضوعی که تو در رسم موندگی این درباره تشتاب نیست، این درباره نوشیدن قرآن است. تو بعد از این تو میبینی درباره مردی گپ میزنی. تو مردی و تو گجای مرد گجو. تو پیش از مرد شدن اقلا همین در رو بروی من در بین 100 نفر اومده دروغ نگو. 3 دروغ گفتی. همین 3 دروغت میگیری به گردنت یا نمیگیری؟ میگوی کتابت قبول نیست. گردنم به میگیرم من دروغ گفتم خطا کردم گو دوام میتیم. صحبت دوام میتیم. وقت بیهوده نگیر. یک بار دیگر به تو شانس میتیم. خطاگیت گردنت بگرفته میگیری یا نمیگیری؟ گیری رفتیم دوام میتیم. صفحه دوم در نزد ما هست. ابو محمد مدنی نگاه کن. تو یک دقیقه و صحبت مهلت بده اوز نکش. من سوالی یکم سوالم همین بود که گفتم درباره این میگه که همون قرآن مینویسی در آب میشویی مینوشی این می تشتاب نزد ما در عرف ما در میگیم که اصطلاح ما تشتاب میشه. خب این مسئله تشتاب ابن تیمیه گفت که جایز است و دلیل این من ببین ابن تیمیه جایز گفت. مسئله بود چی؟ مسئله با صحیفه دیگر ده مسئله تومور میروه. مسئله تشتاب که تو خطا گفتی از زبان ببین تشتاب و تومور گفته ما همین چیزا میفهمیم که من اتینو در اولی موضوع گفتم تشتاب و تومور. تو خودت تومور و تشتاب گفته شروع کردی والله اعلم و من هم درباره تشتاب و تومور گفت زدم و به تو بزیب کرده فرمودم اگر تو من اینجا دیگه موضوع به گپ زده باشم بگو که ابو محمد در دیگر موضوع صحبت کرده است. من به تو گفتم که اگر نوشته شده باشد از تلیسم و از این و اون و اینا اویزون کرده گشتنش ملچه و غیره اینها جایز نیست شرک است. گفتم من برای چی گفتم؟ و بعد از این در مسئله تومورهایی که از قرآن نوشته و انسان گرو میگرده گفتم من درباره تومور و تشتاب که همین است. اما اگر این نوشته رو تو تشتاب بگویی تومور نگویی. این تومور نیست. این نام شاید در نزد شما تشتاب باشد. در نزد شما شاید تشتاب باشد. بالاخره
من درباره تشتاب که تو میگویی صحبت نکردم. من تشتاب و تومور را یک چیز میدونم، چیزی که انسان به خودش آویزان میکنه. من این چیزا گفتم، تو اومده میگویی که تو خطا کردی، تو میگویی که ابن تیمیه اینجا انا جایز گفتم، تو جایز نمیگویی. تو به من بگو که تو در دیگر مسئله صحبت کردی، بگو. سبحان الله. خطاگیت رو بگیر، موضوع رو دوام بتیم، بیا بعد دوام میتیم. بو همیشه وقتمو برآمدم قطعی تو صحبت میکنیم. خطاگیت به گردنت میگیریم سیت خطا. من فکر میکنم که خطا نکردم. من چیزی که گفتم همون گپی گفتگیم در حالی فکر همون شیطان هم فکر کرده، اونم فکر میکنه. گوش کن. همین یکی نوشته میشود، نوشانده میشود در روی شما، در عرف شما چی میگن همیرا؟ انا این چهارمین کذیب شد. ما به برادرهایی که در همین پایان هستند سوال میکنیم که برادرها، وقتی که اومده سوال کرد به کامنتر نویسید. این سوالش شما چی فهمیدید؟ درباره تومور فهمیدید یا که درباره نوشتن و نوشیدن فهمیدید؟ یک نفر اینجا گفتن که سوالش تومور توقه بود. انا اگر من به باور نکنید، انا همه نوشته تومور آخر این مردم همه تومور نوشته هستند. تو میگویی که من دیگه بود. چرا یک موضوع را این طرف توب میتین اون طرف توب میتین؟ چرا مردکی، همین مردکی که خودتون میگین مردکی نداری؟ نبینید 20 نفر 30 نفر تومور گفته است. تو میگویی خودت هم همین دروغگویی چیه میدونی؟ موضوع نفهمدن چیه میدونی؟ اگر تو درباره تومور سوال داده نباشی، من درباره تومور به تو جواب دادم، چرا به من نگفتی که موضوع من تومور نیست، دیگر موضوع است؟ یک بار گفتی که تو خطا میکنی، بعد از این گفتی که گراماتیک هم خطا میکنی. انا گراماتیک را از کتاب آوردیم اینجا به پرتوفتیم، یک بار دیگر میپرتیم. هم از جانبی گراماتیک خطا کردی، دروغ گفتی، تومات کردی، هم از جانبی موضوع دیگر کردن. و تو کم تر دیگر وقت میکنی. ضبطش هست شیخ ضبطش کردگی هم به تشویش در حالت دروغ گفتنش ضبطش هست. بهترین. بفرمو شاگردی ببین مردم که بله نگاه کن. همین کتابی که شما پرتوفتین، انا اینجا اشتهاز یک دقیقه من کتاب بیاوم، امو خطی که نوشتگین این فکر میکن کسی نوشتگی عربی را همینجا ایذا اسیره نمیشه علی المرأتی ایذا با سر کرد. این خیلی گپا به جا نیست. این کتاب نوشتگی هم خطا کرده. میگه یک اشعری مصری بر اومده میگه که امام بخاری صحیح بخاری به خیلی گراماتیک به خطا میکرد. چی بگم برام که وای عرب نبود، وای تاجیک بود، فارس بود، برام به خطاگی بسیار رای میگه. مرا یوتیوب بزنید. اکنون این بر اومده میگه که این کتاب نوشتگی خطا کرده. اول به من خطا کرده، تو گراماتیک به خطا کردی گفتی. من کمی خوکسوری کردم و جیم استودم. با که تکرار کردی مرامت انا به تو اثبات کردیم که کتاب به میخه نوشتگی. اکنون صاحب کتاب خطا کرده. ای بیچاره ها. همین چند هفته و ماه تیاری شما همین است. مگر مردک برین تیار شوین بیاین. 4 خطاگی را حاضر اگر به گردن شاگرد یگانیفه در بین همین مردم بگیرد ما بحث دوام میتیم. خطاگی یکم گراماتیک به خطا کرد. خطاگی دوم به من گفت که تو در حق ابن تیمیه خطا گفت زدی، ابن تیمیه دیگر چیز میگن، در حالتی که ابن تیمیه سخنشان در دیگر موضوع است. دو تا موضوع به هم دیگر آمیخته کرد و من نگفتم این گپ میگد. من درباره تومور نه دیگه چیز 4 دروغ. بفرمایین همین دروغ ها و همین خطاگی ها را قبول میکنی که خطا کردی؟ اگر قبول کنی ما دوام میتیم. برادرهای که همین کتاب رسمیش فرستاده به من دوام صفحه هم فرستاد در مسئله تومور سخنم اینجا گزاریم خونده یک بار دیگر فهمونی. ابو محمد بیا مردک برین امو کتاب خچ صورت یا نکنی او مردک میگه درباره مردی در گروه ما صوفی ها گپ زدن به حق ندارن. آخر اینجا تو دروغ گفتی، چرا با مردک بری میگویی؟ یا مردی شما دروغگویی است؟ ما بیت ما نفهمیدیم. مردک بری میگویی دروغ میگویی، مردک بری میگویی دروغ میگویی. مردیمون مردکمون یک چیزمون تو گپ زن، تو همین خطاگیت میگیری، نومردی ها تقبل میکنی. این وقتی ما بیهوده برافته است. بس بکن یا که ما به دیگر موضوع چخیلی که برادر رو پیشنهاد کرده استن میگذاریم، به همون یک دو دیگر سوالات میتیم، به همون کارت بیزیبه. بفرما. خطاگیات تمام میگیری شاگرد محمد مدنی
فکر میکنم که ما شما اجازه نمیتین تاخیر صحبت کنیم، چون هر وقتی که ما صحبت میکنیم اوزی ما را میزنین، این گونه بحث نمیشود. عدل رعایت کن. بحث نکردیم، ما سوال دادی. ببین من تو بحث کردیم، سوال دادی نبودیم. بیچاره ما قطعی تو بحث نکردیم. ببین تو سوال دادی، به سوال جواب دادم. تو به من گفتی که سوال به خطا جواب دادی. ابن تیمیه دیگر چیز میگن. من گفتم که مسئله که در این رسم موندگی این دیگر مسئله است. سوالی که دادی دیگر مسئله بود. اینجا چی بحث است؟ بعد از این گفتی گراماتیک به خطا کردی. گفتی من گفتم که مرامت انا کتاب گراماتیک به خودت خطا کردی. بعد از این گفتی که نه من نگفتم، تومور نگفتم. ما انا اثبات کردیم که تومور گفتی. اینجا کی بحث کرده است و کی نامردی کرده است؟ مگر هم خودت نیستی؟ ابو محمد بیا گوش کن، این خیلی میتونیم خورا. من گفتم سوال پیش مدام ضبط هست، اگر شاگردات میمونیم. من گفتم که نظر ابن تیمیه را درباره تشتوب و تمور، امونه که اول گفت و یجوزه که همون گپی تشتوب رفت. این مسئله ما باید تا آخر میخوندیم، صحیفه دیگرش هم از کتاب میخوندیم که در باب تمور چی میگه. خب اجازه ندادن که بخونیم. به تو سوال است، به تو سوال است، به تو سوال امین است که بیا از شما خواهش میکنم اگر چیزی میگیره، اگر خودتون یک موضوع از کتاب پی دی اف، از کتاب پی دی اف بیار. ما ببینید وقتی ما را خیلی گرفت، این صوفی ها همین است. اومده وقت گرفته مردم از توحید دور کرده، موضوع را بی موضوع کرده. سوال دادی به آداب و اخلاق، به سوالات جواب داد. یک اگر گفتی به ابن تیمیه تو صحبت خطا نسبت دادی، عباره را خطا خوندی، رسم عباره را پرتافتیم، موضوع را به تو جدا کرده دادیم. بعد از این نگفتم میگویی، گفتم میگویی. بیا ما به سوال تو به احترام جواب دادیم. تو ما را متهم کردیم، متهم بودن خودت اثبات کردیم که این همین گپات خطا است، هم در گراماتیک هم در این موضوع، هم گفتم نگفتم گفتن است. بیا یک سوال دیگر ما به تو بیتیم، تو هم یک جواب بده. به ما بگو که رکن اول لا اله الا الله چیست و از اصول دین کدام چیزها را رکن اول در بر میگیرد. بیا همه بگو اصول دین از همه رکن اول بگو، کدام اصول دین رکن اول بس. من میگم با یک شرط ابو محمد میشوه. من میگم با شرط. نه ما با شرط مونده تو نمیتونی وقت نگیر. بگو یا که پیغمبر و صحابه همین رکن گذاشتن، شرط را در لا اله الا الله گذاشتن که شما بله پیامبر صلی الله علیه و سلم گذاشتند. خیلی که در حدیث ها اومده است پیامبر صلی الله علیه و سلم من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. رکن ما درباره شرط گپ نزدیم، رکن گپ زدیم. البته شرط ها به ما حدیث های پیامبر من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه صادقا من قلبه، همین اخلاص صدق و من قال لا اله الا الله و عمل بها و این همین شرط ها اومده است. لیکن سوال ما درباره رکن بود. ببینید ما درباره زمین گپ زدیم، اینها آسمان میگن، آسمان میگن زمین میگن. ما درباره رکن گپ زدیم. چرا شرط میگی؟ رکن لا اله الا الله قرآن بیان کرد. قرآن گفت فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. همین رکن دو تا رکن که در لا اله الا الله است اثبات کرد. قرآن اثبات کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت من قال لا اله الا الله و کفر بما یعبد من دون الله. خیر بالاخره این جهلا را بیرونش بکنیم. از این موضوع به وای موضوع، از وای موضوع به این موضوع میروند. مقصد اینا چی است؟ مقصد اینا همین است که بگویند که ابن تیمیه رحمه الله جایز گفتند، چی به شما جایز نمیگه. نه شما سخن ابن تیمیه را نفهمید. سخن ابن تیمیه را نمیفهمید. ابن تیمیه توموری که از کفر و از شرک باشد جایز نمیداند، اما توموری که از قرآن و سنت باشد در این مسئله البته اختلاف علما را ذکر میکنه. بارک الله فیکم. موضوع ما دیگر چیز بود، لیکن من باب انصاف ما یک همون موضوع رو کمی دیگر مطالعه میکنیم. من باب انصاف برادر عزیز، یعنی نگوین که سخن ابن تیمیه را ما میخواستیم چرا ابو محمد مدنی نگفت. همون کتابی که صفحهش بالا بموندگی است دوامش من خودم میخونم به شما میگم. وقال ابو عمرو محمد بن احمد بن حمدان
و تو آخرش میرد سند حدثنا عبد الله بن المبارك میگه عن سفيان عن أبي ليلى وعن سعيد بن جبير مشهد عن ابن عباس قال إذا عسر على المرء ولادتها فليكتب بسم الله لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتعالى رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين فإن يكتب فيعلق على عبد المرأة قال وقد جربناه فلم نرى شيئا أعجب منه فإذا وضعت تحله سريعا ثم تجعله في خرقة أو تحرقه. آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونوره. دوامین کتاب هم همین است. سبحان الله. ببینید الله المستعان. من همین حاضر با شما اگر گرفته پرتوفتن شود اینا ارسال کرده نمیشه. اگر همین برادری که به من ارسال کردید به همین چی بگذارین، به همین کامنتر بگذارین. ببینید پنجمین دروغی صوفی میگوید که در دوامی در دوام این صفحه درباره تومور آمده است. در دوام این صفحه عیناً باز درباره نوشیدن آمده است. باز درباره نوشیدن آمده است. سبحان الله. ببینید انا حالا اینجا به ابو موسی گذاشتن که ان عبدالله بن سفیان ما دوامش میخونیم، سندش نگفتن عبدالله بن مسعود اذا ببینید اذا عسر على المرأة ولادها فليكتب بسم الله لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتعالى رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. و آیات ها را اینجا ذکر میکنند الى آخره. قال علی گفت یکتب فی كغدة فيعلق على عضد المرأة. و این چنین علی گفت، یعنی انا اینجا شاید گفته باشد، نوشته می شود به یگان چیز و آویزان کرده می شود به بند دست زن. قال علی وقد جربناه فلم نرى شيئا اعجب منه. ما اینو تجربه کردیم و یگان چیز رو عجیبتر از این ندیدیم. فاذا وضعت تحله سريعا ثم تجعله في خرقة او تخرقه. یعنی بعد از اینکه کار تمام شد اینا با سوزانیدن نابود کرده میشد. بله درباره تومور در آخر صفحه از علی روایت اومده است. آخر کلام شیخ الاسلام تیمیه قدس الله روحه. این سخن ابن تیمیه نیست. این یک روایتی رو حضرت ابن تیمیه رحمه الله از حضرت علی آوردن. ما چخیلی که گفتیم، یعنی ببینید باز همون قولی ما در مسئله توموری که به انسان آویزان کرده می شود، اگر از قرآن و از دعای رسول الله باشد، قسمی از سلف اینا جایز گفتند یا که ندارد گفتند و قسمی از سلف اینا حرام گفتند. قول راجح این حرام است، زیرا که همین روایتی که از حضرت علی هست ضعیف است. این خیلی روایت ها بسیاریش ضعیف است و موضوع است. حضرت ابن تیمیه در کتابشون این روایت آوردن معناش اینه که این حدیث صحیح است. تمام. جواب ما همین است، این روایت ضعیف است. و یک دوما ما این خیلی روایت بودنش رو انکار نکردیم. در اولی گپ گفتیم که در بابی یعنی همون قرآن نوشته شدنش یا که دعای صحیح سنت پیامبر نوشته شده به یک انسان آویزان کرده موقتا موندنش علما اختلاف کردن، لیکن قول راجع جایز نیست. ما میگیم جایز تو که صحابه آمد این ضعیف است. بله برادر ادریس بفرمایید. برادر ادریس بفرمایید. بارک الله فیک. ببینین این صوفی ها رو ببینین، الله هدایتشون بکنه. روایت های ضعیف آورده میخوان که به ما یعنی جو بکنن، این نمیشه. برادر تمیم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ خوب هستین؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله برادر. شیخ همون مسئله کنترل به درمی درون کمتر، یعنی یک وقت هم گفته بودین امروز کمتر وقت است.
انشالله که پادپیسات کردم. گفتی همون صوفیایی که قبوری هستن که قطب میگیرن، همون قطب میدادن که تو کنترل هم دوام میدادیم برای بعض انسان‌هایی هستن که در این داخل بسیار یعنی فحشا و دوران. انشالله که خیر است. و بعدا امروز مشکلی در همین بود که یعنی سوال اساس نکردن. یک جوان به نام مسلم در اینجا داخل شده است. در اول یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی حدیث آورد و گفت که الله از این گمراه ها ما را نگاه بداره. یعنی گفتن که پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی چی گمراه بودن، این خیلی گفتن. و در جای دیگر آمدن مادرمان عایشه رضی الله عنها را دشنام کردند. و همین شخصی که اومد گفت که شاگردات خیلی شاگردات و خیلی همین شخصیت همچون داور در همونجا بودن و با کلگی عام تکفیر مشرک گفته. یعنی گفتن هر کسی که در همون ابو محمد مدنی میشنید همونجا شاگرداش همشون با کلگی مشرک است. این مسائل را یعنی واضح روشن صحبت نمیکنن، بعدن میآیند چیکار میکنن؟ انا همین خیلی گپ‌ها را میگم. باید که این را ما آشکار و واضح چه خیلی که گفته میشود همون خیلی باید آشکار کرده شود. نمیشود که از نام یک گروه یک جماعت گپ زنن بعضا انسان ها و در آخر بیاین یعنی چیکار کنن؟ باز گناهگار کنن ما را. تقریبا یک ساعت در همونجا بودم از قرآن با تمام دلیلش یک انسان فحش گفتن، فاحشه گفتن، با تفسیر از 6 تا تفسیر آوردیم، تفسیر کردیم، ما را یعنی آواز ما گرفتن، پایان ما کردن، مسخره کردن. همون انسانی که پیامبر صلی الله علیه و دشنام کرد، صحابه را دشنام کرد، همون انسان در بر بالا در منبر ماند. مشکلی انا همین است که باید که ما آشکار و واضح بگیم. برادران منتظر شدم که بفهمونن، اما کسی این مسئله را آشکار واضح نفهموندن. برای همین عذر بسیار وقت شما را میگیرم. الله یستون کنه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیزم جزاک الله خیر که یک چیزی مهم کردید. همه اون کسان، اکثر اون کسان، همش نمیگیم، اکثر اون کسایی که گویند شکایت میکنند از برادر موحد ما، از برادرهای موحد ما، عادتا خودشون خیلی در حقیقت ظالمند و خیلی خودشون تکفیریند. یعنی تکفیری اینها همین است که ببین هر کسی که در همون جماعت باشد کافر است میگن، اما در پهلوش بوده کافرها رو پروا نداره. یعنی مشکلی اینها یعنی این به خاطر فهمیدن حق و به خاطر شناختن باطل نه. اینها ظاهر شدن حق رو اصلا نمیخواهند، نابود شدن باطل رو نمیخواهند. اینها یک ساخته شده های جماعته، یا که از جانب صوفی ها یا که از جانب طاغوت ها. مقصد اینها فقط دشنام دادن ما، بدنام کردن ما در همه حالت. ما اینها کافر نگوییم همین ما را دشنام میتید، اینها را مسلمان گوییم هم دشنام میتید، نگوییم هم دشنام میتید. برای چی؟ برای اینکه بسیاری این خیلی انسان ها از جانب طاغوت ها وظیفه دار هستند، مبلغ میگیرند و کارشون فتنه اندازی است. ببینید ابو محمد که زیدیت میکنن در حالتی که ما احترام الحمدلله قرآن و سنت و پیامبر، صحابگان، اهل ولی پیامبر داریم، اما یک مشرکی که زن پیامبر صلی الله علیه و سلم تا طعنه میزنه، تقارب دشنام میکنه، او رو برادر گفته در پهلش گرفته شده است. پس آیا این کسایی که اومده میگن که شاگردای تو این است و آن است، آیا اینها راستگو هستند؟ نه والله دروغ گفته شدن بسیاری اینها. بله راستگوش هم بازی باشد، لیکن بسیاری اینها دروغ هستند. الله خور کند اینها را. لیکن من امروز به خاطر دیگر چیز برآمده بودم. شروع میکنیم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرانم و خواهران موحدم، این اسلام عزیز، این دین ناب، این دین کامل به مشکلی ها، به مشقت های پیامبر صلی الله علیه و سلم، صحابه، تابعین و دیگر موحدین تا امروز به من و شما رسید. و امروز هم هر کسی که می خواهد این دین را عقیدتاً و عملاً زنده بکند، برایش مشکلی از بین بنام خود مسلمان ها ایجادش میکنند. حالا یهود و نصارا رو به یک طرف گذارید، خودی بنام مسلمان ها
همین طالب علم علما را نابود کردن میخواهد. و این چیز بود. در زمان رسول الله به رسول الله دشمنی کردند. در زمان صحابه به صحابه دشمنی کردند و یک چند صحابه ها را به قتل رسانیدند. و در زمان علما به علما دشمنی کردند و علما را فتنه کردند. در حالت تنهاگی به درغه حضرت ابن جریر الطبری، سفیان ثوری و امام البخاری، احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفه، مالک، شافعی، همه اینها به این مشقت ها گرفتار شدند. حتی روز آمد که امام بخاری که امروز من و شما هوس میکنیم که ماشاءالله امام بخاری چقدر انسان بزرگ هستند، میخواهم که مثل امام بخاری باشیم. امام بخاری را چگونه بر اینقدر بر بالای امام بخاری فتنه را خودی مسلمان ها ایجاد کردند که یهود و نصارا، خودی مسلمان ها. امام بخاری رحمه الله وقتی که به سمرقند آمدند، به سمرقند مردمش تظاهر کرد، در آمدن نتوانستند. امیرش از سمرقند بیرون کرد، از بخارا بیرون کرد. در یک دهه به نام خرتنگ بیرون از بخارا و سمرقند در خانه خاله بچه اشان یک چند سال زندگی کردند، 4 سال تقریبا یا 2 سال. یک کتاب اخیرشان رو خلق و افعال العباد رو نوشتند. از 4 مجلد عبارت است، از 2 مجلد عبارت است، خلق و افعال العباد لرد الجهمیه و الرافضه. و بعد وفات کردند. خاله بچه‌شون میگه که پیش از 1 ماه 2 ماه پیش از وفات کردنشان امام بخاری فقط شب و روز دعا میکردند که اللهم ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الی. ای الله، زمین و آسمان برای من تنگ آمد، مرا به نزد خودت بگیر. یعنی امام بخاری اینقدر امام بزرگ اهل سنت را اینقدر فتنه کردند، اینقدر اذیت دادند که در حالت تنهاگی گریان و نالان به نزد الله رفت. و دیگر علما را نظر بکنید، ابن جریر الطبری را یا دیگر علمای سلف را. امام ابن تیمیه را 8 مراتب ترمه کردند، خوارج گفتند. ابن القیم الجوزی را ترمه کردند و خوارج گفتند. ابن القیم الجوزی در کتاب نونیه گفتند من لی بمثل خوارج قد کفروا بالذنب تعویلا بلا عصیان. محمد ابن عبدالوهاب را شاخ شیطان، قرن شیطان و خوارج یا که فروخته شده به انگلیس گفتند. همه این سخن را به نام اسلام همین اکثر صوفی ها امروزه در بالای محمد ابن عبدالوهاب و دیگرها جهمی ها و رافضه ها و صوفی ها و طاغوت پرست ها، همه اینها به هم دیگر شریک هستند در نابود کردن علمای اهل سنت و الجماعه. وظیفه ما همین است که هر وقتی که یک عالم اهل سنت را دیدیم که کسی برایش زبان درازی میکند باید دفاع بکنیم. کسی نباشد. یک طالب علم اهل سنت را دیدیم که کسی به او زبان درازی میکند ما باید دفاع بکنیم. ملتی که از طالب علمش، از علمایش دفاع نمیکند، این ملت یک ملت ترسو، یک ملت مسلمانی که پروا به حق و باطل ندارد. و ملتی که به حق و باطل پروا ندارد البته که عاقبتش بد است، خراب است. صحبت من امروز در حق، اولا صحبت من امروز دفاع شیخ عبدالظاهر الداعی و رد به یکی از جهمی های زمانه عبدالرحمن فاتح که از خری همسایه اش هم گمراه تر است. به من برادر الله حفظش کند، برادر حنیف، یک چند روز قبل 2 نوار را از این جاهل جهمی ارسال نمودند که عبدالرحمن فاتح انسان است. و من این 2 نوار را گوش کردم و گفتم که حقیقت تو آشکار شد. ببینید، من در سالهای گذشته گفته بودم که عبدالرحمن فاتح خیلی جوانی نوجوان مرد است و خیلی کبر دارد و خیلی به علم خودش می نازد. اگر 2 سال قبل در حق بنده و بعضی از طالب علم ها گپ زده باشد، من گفته بودم که یک روز می آید که این به همه علمای اهل سنت گپ زدنش ممکن است، زیرا که این مدخلی جهمی است. اگرچه خودش به این راضی است یا نیست. ربیع المدخلی استادش است. با میگه که من فخر میکنم از ربیع المدخلی که دیدمش، استفاده بردم و غیره. و در مدینه منوره زمانی که من در همون جامعه میخوندم، این هم همون زمان میخوند، این معروف جهمی بود و بعضی از دوستانش سروری حزبی بود. امروز آمد است این نوجوان مرد بیچاره زبان درازی در حق عبدالظاهر داعی میکند. اولا عبدالظاهر داعی را به خاطر چی ما میخواهیم دفاع کنیم؟ به خاطر اینکه
تا امروز ما سخنهایی که از عبدالظاهر داعی دیدیم شنیدیم و به ما رسانیدند سخنهای حق است و خیر است و دفاع از امت اسلام و رد به طاغوت و کفر ورزیدن به اونهاست و زنده کردن جوانان ملت فارس است. حقگو انسان است. الله حفظ کند این شیخ را. الله به قلم این شیخ باز برکه بدهد و به زبانش برکه بدهد که به قلمش حق را بنویسد و به زبانش حق را بگوید. ما در نزد الله هیچ کس را تزکیه داده نمیتوانیم. خود الله دانا است. ولا نزکی علی الله احد. اما آن چیزی که ما گمان میکنیم در حق عبدالظاهر داعی این انمین گفتن حق است. تا روزی که شیخ عبدالظاهر داعی حقگو هست و در جانب حق است ما همراهش هستیم و ما همیشه همراه حقگویان هستیم. احترام علمای اهل سنت را، احترام طالب علمان اهل سنت را، حقگویان را به جا می‌آوریم و دفاع کردن اونها را حق وظیفه مسئول هر یک طالب علم می‌دانیم. سخنی که عبدالرحمن فاتح میگوید وقتی گوش میکنم در حق عبدالظاهر داعی به مانند یک طالب علم کوچک صحبت میکند. زمانی که در حق دیگر طالب علم هم صحبت کرده بود همچنین خیلی تحقیرآمیز در سخنش میگد که من چند نفری اونها را 10 نفر یا 100 نفری اونها را به یک جیبم نمیگیرم. یعنی اینها هیچ کسی نیست میگه. 10 20 نفر اینها هیچ کسی نیست میگه. در یک جاش میگه که میگه درباره علم اگر صحبت بکنیم حالا مکانش اینجا نیست میگه. مکانش دیگر جایه. اما در بالای علم اگر صحبت بکنیم یعنی چشماش رو به جا میکنه و میگه که گویا که علم من خیلی بزرگ است تو هیچ کسی نیست. عبدالرحمن فاتح در مدینه منوره همچون یک طالب علمی به علم مشهور بود. در نزد علمای اهل سنت و الجماعت در درون مسجد هیچ مراتب نشسته و به منهج اهل سنت و الجماعت تعلیم نگرفته است. این مشغولی وظیفه بود. مشغولی وظیفهش بود که در همون کانال وصال حق گپ زدن بود. این خودش را در زمان طالب علم بودن شیخ حس میکرد و یک عالم حس میکرد. برای همین این تعلیم نمیگرفت. بسیارتر به همون کانال و اداره و به همون مزدگیری مشغول بود. این عذری عبدالرحمن فاتح برآمد گفت جهل عذر است. عبدالرحمن فاتح برآمد گفت ما همون لشکرهای افغانستانی که قدم به قدم همراه یهود قدم میزنند مسلمان ها رو میکشن و اونها رو کفر نمیگه مسلمان است. همون عبدالرحمن بدون تحقیق در حق ما هم از کامنتاری ها بعض گپ های تاجیکی را خیلی را یعنی همچنین گپ میزنند را خیلی فهمیده است. یعنی انا همین خیلی گپ زده است را یعنی خیلی زیاد گپ زده فهمیده خطا فهمیده بود. امروز میبینم که در حق عبدالظاهر داعی هم خطا میفهمد. سخنهای عبدالظاهر داعی را هم خطا میفهمد. عبدالرحمن فاتح عذری نوفاتح میگوید که مشکلی عبدالظاهر داعی همین است که سخنهای عبدالظاهر داعی را بعضی ها استفاده میبرند. این جای مشکلی عبدالظاهر داعی است. عبدالظاهر داعی چه عیب دارد که سخن عبدالظاهر داعی را کسی استفاده برد؟ می شود که یک توجیه استفاده برد، یک رولی که بازد رسمی تو رو هم به علمای سو همراه کند. می شود که یک برادر افغان یا ایران، زیرا که امروز مردمشان علمای حق و علمای باطل را جدا کرده ایستادند. این به فرمایش عبدالظاهر داعی نیست. این به فرمایش ابو عمر صلاح الدین نیست. این به فرمایش دیگر از معروف راسخ یا به فرمان من یا به فرمان هیچ کسی نیست. این خودی مردم هستند که حق را فهمیدند و کدام از علما خیانتکارند، کدام از علما سوءند و کدام از علما دروغگویند و خیانت به امت اسلام کرده عاذریند و کدام از حق میگویند و به خاطر حق اذیت میکشند. مردم خودش الحمدلله فهمیده است. خود مردم سخنهای عبدالظاهر داعی را گرفتند، رسمی تو را یا رسمی کسی را گذاشتند. این ساختنی ها وظیفه من کاملا یعنی مطمئن هستم و باوری دارم که از دست شیخ عبدالظاهر داعی نیست. عبدالظاهر داعی حق را رساند، دیگران فهمیدند، صفت علمای سو را در تو دیدند، سخن دروغگویی را در تو دیدند، طعنه‌زنی را در تو دیدند، کبر و غرور را در تو دیدند، زبان درازی در حق علمای اهل سنت را دیدند.
آذر المشرک بودنت را دیدند، دفاع از جنودی حتی کمی مونده بود یهود و نصارا را، جنود افغانستان حکومت گذشته که قدم به قدم به یهود میزند دیدند. همه این ثبتاش در یوتیوب هست. دشنام و لعنی که در حق اهل سنت کردی دیدند. پس چرا از کسای دیگر گله میکنی؟ تو از خودت گله بکنی ای جاهل، ای کودک. صحبتی عبدالرحمن فاتح را دیدم، یادم به کودک زد که یک کودک گریه میکند که چرا رسم مرا به اینجا گذاشتید و عبدالظاهر داعی را مجبور میکند که برا میگد به یوتیوب به کانال من یا بگو که من همراه تو هستم و اینها خطا میکنن یا که از دیگرها براعت بکن. اینها را بینید، آذری ها را بینید که چقدر به خود جرأت دادند، چقدر خودشان را وایمه میکنند. ما به شما هاست گفته بودیم که کانال وصال حق این یک قسمش حزبی های سوری هست، انصاری، آذری و سروری، و قسم دیگرش مدخلی هست به مانند عبدالرحمن فاتح مدخلی آذری. همه اینها آذری اند، همه اینها جهل را عذر میدانند، تقلید را عذر میدانند، تعویل را عذر میدانند. اینها مشرک ها را برادر میگویند، اما هیچگاه به یک عالم اهل سنت عذر قائل نیستند. به یک طالب علم اهل سنت اگر خطا کرد در نزد اینها مرد، در نزد اینها عذر نیست. یعنی رحم به اهل سنت ندارند. خوارج های حقیقی، یکی از نمودهای خوارج اینها هستند که پیامبر گفتند یقتلون اهل الاسلام و یترکون اهل الاوثان. مشرک ها را برادر میگویند و ترک کردند و شب و روز هجومشان و حرکتشان برای بدنام کردن طالب علمان و علمای اهل سنت است. و نتیجه نظری من همین است که اینها یک مرتبه یک نفر دو نفر اینها رفتند به افغانستان، در افغانستان با طالبان صحبت کردند و برای آینده به همون افغانستان رفتن و آمدنشان خوب شدن و غیره و غیره. امروز دیدن که طالبان بر علیه عبدالظاهر داعی حفظه الله یا محمد راسخ یا ابو عمر است، آمدند و زدنی هجوم کردند به این علما تا که در نزدی طالبان خوب شود. زیرا که اینها به خاطر دنیا همه کار میکنند. اینها به خاطر 100,000 و 200,000 دلار بین خودشان در همون وصال حق چقدر یکدیگرشان را طعنه زدند، دروغگو گفتند، همشان یکدیگرشان را حکمش رو برآوردند. برادریشان نمود. به خاطر چی؟ به خاطر دنیا. برای اینها به خاطر دنیا همه کار رو میکنند. اما بالاخره عقیده اینها باطل است. تا جایی که ما دیدیم عبدالظاهر داعی حفظه الله و وفقه الله بالحق و فی الحق ثبته فی الحق سخنهای حق را ظاهر میکند و مبارزه خود را بر علیه طاغوت ها، بر علیه مشرکین، بر علیه حکم طاغوت ها، بر علیه دموکراسی اعلان کرده، درس ها را گفته. یک عالم ربانی است. این چوجایکای جهمی فکر میکنند که اینها عالمند و نباید عبدالظاهر داعی از گفته های اینها بیرون شود. انا همین است و همین است منهج اینها که منهجی بی‌آدابی، از دیگر جانب منهج خوارجی، از دیگر جانب منهج جهمی، همه این ناممکنی ها را در یک جا جمع کردن. خیلی که سلیمان العلوان میگند امروزه جهمی ها میگند، جهمیت الیوم میگند جمعوا بین الجهمیت والخوارج، بین المرجئه والخوارج. اینها مرجئه و جهمی در نزد طغات و در نزد مشرکین هستند، به اونها جهل اور میگند. خوارج هستند در روبروی مسلمان ها اهل سنت و جماعت. به اهل سنت خروج میکنند، اهل سنت هم نابود کردن و شب روز حرکت میکنند. اما در روبروی طاغوت ها، در روبروی مشرکین خاموش میایستند. الله این جهلا را خال و ذلیل میکند. و در حلقه دومش، در رد دومش میگه که یک چند روز گذشت، یعنی 7 روز 8 روز گذشت، عبدالظاهر داعی به ما تماس نگرفت، به ما از ما معذرت خواهی نکرد، حتی بعضی برادرای ما رو بلاک کرد. این است و آن است گویان باز طعنه میزند، طعنه به علم شیخ میزند و غیره. اکنون بدانید که بی آداب ترین مردم جهمی ها هستند. جهمی ها هستند که تا امروز همه طالب علمان اهل سنت رو طعنه زده، خوارج گفته، تهمت کرده آمدند و هیچ کسی برای اینها جواب نداد. اما وقتی که علمای اهل سنت و جماعت برآمدند و به اینها جواب دادند، اینها گفتند که شما بی آدابید. بی آداب ترین مردم اینها هستند.
الله خورشون بکند. الله خورشون بکند. اینها جاهل ترین مردم هستند. اگر جاهل نمی بودند اصول دین را میفهمیدند. جاهل نمی بودند طاغوت پرستی را بس میکردند. جاهل نمی بودند زبان درازی نسبت علمای اهل سنت را بس میکردند. توبه میکردند. با یک حدیث ما سخن را به خاتمه میرسانیم که اولا الله امر کرد که شما همراه کفار سختگیر باشید، همراه مسلمان ها تواضع بکنید. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین. قوم هایی که الله آنها را دوست می‌دارد مسلمان ها، موحد های واقعی کسانی هستند که خاکسار هستند در حق برادر مسلمانش. در حق مسلمان ها خاکساری میکنند، اما در حق مشرکین سختگیری میکنند. آیا همین صفت در این عاذری ها دیده می شود؟ آیا همین عاذری ها خاکساری در حق علمای اهل سنت و سختگیری در حق مشرکین میکنند؟ برای مشرکان میگن که جهل برای شما عذر است، هر کاری میکنید بکنید. طاغوت هایی که مسلمان کشی میکنن میگن که اونها رو ما هیچی گفته نمیتونم. اما یک عالم اهل سنت را دید به گمانش هر چیزی را خواهد میگوید، حالا که نصفی فهمش غلط است، خطا است. کبر و غرورش را، سختگیریش را، غلظش را به بالای اهل سنت میکرد. پس اینها مؤمن هستند مگر؟ محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم. محمد رسول الله است و اون کسانی که با همراهی محمد است صلی الله علیه و سلم، اصحابه الکرام رضی الله عنهم، یک صفتی بهترین داشتند: سختگیر در حق مشرکین، کفار و رحمگین، مهربان در بین هم دیگر است. این عاذری، نو فاتح نو خلفی عاذری، مشرک ها را برادر میگوید. سوال شده بود که یک عسکری قدم به قدم همراه یهود شود، یهودو کتی عهد و پیمان کند، مسلمان کشی کند، کافر است یا نه؟ میگه نه کافر نیست، من نه کافر گفته نمیتونم. اما یک عالم اهل سنت را هر طعنه میزند، یک طالب علم اهل سنت را هر چیزی خواهد میگوید. مگر این صفت اصحاب پیامبر در اینها دیده میشود؟ دیده نمیشود. دیده نمیشود. اینها فقط بر دفاع مدخلی ها از خوب میخیزند. یک بار خسته بود که ربیع المدخلی رو کسی گپ زده است، ما فخر میکنیم که از ربیع مدخلی گرفتیم. از جهمی گرفتی، از ربیع مدخلی گرفتی، هیچ جای فخر ندارد. تو در نزد اهل سنت و الجماعت جهمی، عاذری، مشرک هستی. این آیات های قرآن مگر همین رو نمیفهموند؟ مگر برای تو خوبش همین نبود که چخیلی که خودت میگفتی باید گپ نزنید، باید برایت قطعی صحبت بکنید؟ چرا قطعی عبدالظاهر داعی، چرا همراه عبدالظاهر داعی راست تماس نگرفتی و عبدالظاهر داعی رو یک صحبت خاصی نکردی، دعوت به صحبت خاصی نکردی و به گروه دعوت کردی؟ به خاطر اینکه تو متکبر بیش نیستی، از سبب جهلی که جهل مرکب است متکبر است. فاصلحوا بین اخویکم را فقط شما در زبان میگویید که اصلاح کنید در بین برادران، اما وقتی که به خودت همین واقع شد پروای کسی نداری، میخواهی که خودت رو دفاع کنی. اما الله از هر جانب تو رو شرمنده میکنه. در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم مگر نگفتن که من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب؟ هر کسی که به ولی من، به دوستی من، به یک عالم موحدی که بیشک ولی الله می شود اعلان جنگ میکند، یا که هر کسی که به اون دشمنی میکند من به او اعلان جنگ میکنم. این دشمنی های تو ای نوفاتح عاقبتش خطری بزرگ دارد. عاقبتش این است که به یگان فتنه بزرگتره، به یگان مصیبت بزرگتره گرفتار میشوی. به زبان درازیت فخر نکن، به اون زبان فارسی که کم کم میدانی فخر نکن، کمی خودت رو به دست بگیر و از علمای اهل سنت، از طعنه زدن علمای اهل سنت باز است، از طعنه زدن منهج اهل سنت باز است، وگرنه عاقبت تو عاقبت خیلی خطرناک است. عاقبتت فتنه بزرگ است
الله همه ما را از این نمودی فتنه ها حفظ بکند. اما یک رساله من، یک سخن من به شیخ عبدالظاهر داعی این است که ای شیخ بزرگوار و ای شیخ محمد معروف راسخ و ای شیخ ابو عمر حفظكم الله، شما هیچگاه فراموش نکنید که صحبت هایی که شما میکنید این فقط به همون خود افغانستان منتشر نشده است، که در تاجیکستان ما میلیون ها انسان هستند که شما را گوش میکنند و به واسطه شما به حق رسیدند. در ایران برادرانی هستند که شما را گوش میکنند و به واسطه شما حق را میدند. شما از این جهت خرسند باشید که پیامبر گفتند لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لك من حمر النعم. اگر به واسطه تو یک انسان هدایت بیابد بهتر از شتر سرخ است، بهتر از این لنکولزر هاست، بهتر این میلیون ها دلار است. در روایت دیگر امام مسلم آمده است که من دعا رجلا، من دعا الی میکند سببی هدایت یافتنش میشود، هر اجر و ثوابی که او میگیرد به این هم میآید. آدمی عمل کننده ثوابش کم نمیشود، آدمی دعوت کننده هم ثوابش شب روز آمده میست. شما چقدر اجر گرفتید، شما چقدر ثواب گرفتید. الله به سبب این درجه های شما رو بالا برد. یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. الله درجه های شما رو به سبب علم بالا برد، عزت شما رو در بین موحدین زیاد کرد. هیچگاه فراموش نکنید که الله شما رو میسنجد. الله همه علما رو سنجید. شیخ عبدالعزیز طریفی فک الله اسره میگوید که من در طول تاریخ گذشته همه علما رو مطالعه کردم، یگان عالمی حقگوی را در تاریخ گذشته ندیدم مگرم اینکه به مقدار گفتن حقش به مصیبت و به ابتلا و به سنجش و به مشقت گرفتار شده است. یگان عالم نیست که حق گفته باشد و به مشقت و به ابتلا و به سنجش گرفتار نشده باشد. همه علما به ابتلا گرفتار شدند. امام احمد را مگر خوارج نگفتند؟ امام احمد را امروز مگر مجسمه نمیگویند؟ امام احمد را در زمان خودشون مگر برده اذیت ندادند؟ 18 سال مگر اذیت نکشیدند؟ و دیگر از علما رو به خاطر مختصر شدن ما همه این علما رو ذکر نمیکنیم. ابن تیمیه رحمه الله را 8 مراتب ترمه کردند و دیگر از علما و تا روز قیامت این سنت الهی است. هر کسی که سخن حق را میگوید، دین واضح و روشن حقیقی تازه و آزاد از همه دیگر خرافات و بدعت پاک را به مردم میرساند، الله سبحانه و تعالی این انسان را میسنجد تا که درجه اش باز بالا رود، تا که صادق بودنش آشکار شود، تا که به درجه های خیلی بالا رسد. از همین جهت شما را ای علما، خودم را و شما را دعوت میکنم به صبر. همون صبری که پیامبر صلی الله علیه و سلم را الله امر کرده بود. پیامبر را الله چی امر کرد؟ گفت فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسول. ای محمد صلی الله علیه و سلم، در این راه دعوت صبر بکن چگونه ای که پیش از تو گذشتگان اولو العزم رسولان از همه بزرگترین صبر کردند. زیرا که پیش از شما ای علما به خاطر دعوت حق، به خاطر رسانیدن این رسالت حق، به خاطر توحید و یکتاپرستی و به خاطر کفر بالطاغوت و ملت ابراهیم علیه السلام رسولان و انبیا اذیت داده شد. حضرت ابراهیم را به آتش انداختند. حضرت موسی را الله به سبب گناه فرمان نبرداری قومشان در یک صحرای به ابتلا گرفت و دیگر از انبیا را به قومشان زد و خورد و مشاکلی که اونها داشتند و محمد صلی الله علیه و سلم که این مشقت ها را داشتند صلوات الله ربی و سلامه علیه. اما همه اینها صبر کردند، همه اینها صبر کردند. بدون صبر این دعوت پیش نمی رود. ما طالب علمان اهل سنت و جماعت، علمای اهل سنت و جماعت که در این راه هستند باید صبر بکنیم.
به حقارت کنندگان، به دشنام کنندگان، به تهمت کنندگان، به دروغ گویندگان و به کبر کنندگان و به جهلا و به جهل جهلا و به دیگر سخنهای قبیحی که گفته می شود ما صبر میکنیم و به الله می سپاریم. بهتان اونها رو بهتان میگوییم و باقیش رو به الله می سپاریم. و انمین است منهج حق. انمین است منهج حق. و از الله طلب میکنیم که عاقبت کار هر یک عالم اهل سنت رو، طالب علم اهل سنت رو الله به خیر و به حسن خاتمه به پایان رساند. در جمله ما و شما رو و با صبر و با استقامت از این امتحان ها بیرون شویم. مشکلی و شکست اساسی طالب علمان اهل سنت در جماعت این است که وقتی که به بالایشان یگان انتقاد می آید یک بار منهج خود را، سخن خود را دیگر میکنند. خواهش میکنند عقیده را اگر به خاطر الله آموخته و آموزانیده باشید، ثابت قدمتر باشید، آشکارتر باشید، واضحتر باشید، سختتر باشید، اما نلغزید، اما رنگ دیگر نگیرید، اما سستی و ضعیفی نکنید. امت از شما همین رو میطلبد. ای عبدالظاهر داعی، ای علما، ای طالب علمان اهل سنت و الجماعت، امت اسلام از شما انا همین رو میطلبد که یک نمود و یک رنگ و یک خل همیشه در اساس قرآن و سنت با فهم سلفی این امت باشید. به خاطر دنیای، به خاطر تهدید، به خاطر یک گپ زدن جاهل، طعنه کننده دیگر هیچگاه نباشید. صبر بکنید و راه پیامبر را پیشه بگیرید. نجات ما و شما همین است. و این بود یک سخن کوتاه در این موضوع و من این را حقی طالب علمی خود میدانم و جزاکم الله خیرا. و آذری ها چهره واقعی خود را ان همین خیلی آشکار میکنند. هر عالمی که منهجش واضح میشود و سخن حق را میگوید حتما آذری ها به او دشمنی را اعلان میکنند، براءت را اعلان میکنند. اما هر عالمی که سخنش واضح نیست و نه این طرف نه اون طرف، کمی این طرف کمی اون طرف است، به اون کاری ندارد، میگن حاضرش به ایستد. برای همین ما میگیم ای علمای اهل سنت ترسون نشوید، سخن حق گوید، یک طرفه باشید، یک جانبه باشید، جانب حق رو بگیرید، حق رو حق بگوید و اهل حق رو اهل حق، باطل رو باطل بگید و اهل باطل رو اهل باطل بگید. فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. حق آشکار بگوید و آشکار باشید. الله سبحانه و تعالی گفت که حتی حق رو سخت واضح بیان بکنید. الله اکبر. از همین جهت برادران و خواهران موحدم، شما هم از این حقیقت ها آگاه باشید و علمای اهل سنت را بشناسید و درسای اونها را استفاده برید و گوش بکنید. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. این ویدیویی که اولو در این ایمو گذاشتم ویدیو همون انسان است، صحبتش است. یعنی ما این را از خودمون نگفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اما بعد، نمونده باشین همون برادر زندانی گفتن برای در زندان نماز جمعه را نخواندن یعنی فرض نیست برای اونا. اما را دیگر جوانها یعنی چیش کردن که تا دلیلش از کجا است، این دلیلش برای اونا لازم است. همین را گفتم برسانیم. بارک الله فیکم. و برادر حنبلی بارک الله فیک. در 4 مذهب درباره اسیر صحبت است، درباره ترمه صحبت است. در بر 4 مذهب 4 مذهب میگن که کسی که اسیر شد به دست طاغوت ها و کفار، این حکم اسیر، انسانی که اسیر است و در ترمه طاغوت ها هست، همون جماعت برایش فرض نمی شود، زیرا که جماعت برای انسان آزاد است و برای انسانی که به جماعت رفته میتواند و که جماعتی که آزاد باشد. این یکی از شرط های نماز همین است، آزاد بودن. وقتی که اسیر شدید در درون ترمه هستید و در ترمه طاغوت ها هستید، برایتون فرض نیست. اما اگر روید برای جماعت مسلمان ها رو تفریق نکردن، باکی ندارد. اما اگر امام مسجد به خاطر نماز جمعه شده گفتی طاغوت ها رو بگوید، به همون ها طرفداری بکند، اگر همین کم کم طرفین و نگیریم نماز جمعه نمیموند، اصلا جایز نیست. بارک الله فیکم.
شیخ همین ویدیو را گفتم بمونیم چون که این امیر روز همین مشکلش بود گفتیم یک بار مونیمش دلالت نمیکنه. امر گوش کن، نه تنها مفسرین است، یعنی نه تنها عالم هستند، پدر مادرت هم در اولو الامر داخله، شیطان هم در اولو الامر داخله. این همین ویدیو را گفتم مونیم بارک الله فیکم شیخ. البته این سخن باطل است، این سخن باطل است. الله سبحانه و تعالی در قرآن گفت یا ایها الذين آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا إلى آخر الآية. الله میگه ای اونهایی که ایمان آوردید، ای آمنو ای وحدو، ای اونهایی که موحد هستید، اطاعت کنید الله را. اول الله را اطاعت کنید، هر چیزی که از جانب الله آمد. بعد از این هر چیزی که از جانب رسول الله آمد، رسول الله را اطاعت بکنید. و بعد از این از ولی الامر اطاعت بکنید تا زمانی که ولی الامر گفتی الله و رسول رو میگه. در اساس حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و آله لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی به مخلوق همون ولی الامر همون وقتی اطاعت میکنید که سخن الله رو بگوید، رسول الله رو بگوید، اگر سخنش و امرش مخالف امر الله و رسول نباشد، یعنی موافقت به قرآن و سنت باشد، این حالت اطاعت میکنید. در غیر این حالت هم اطاعت نمیکنید. شرط وجود داره، شرط اطاعت ولی الامر این اطاعت به اطاعتی که است الله باشد. ولی الامر در همه تفسیرها وقتی که نظر میکنید میبینید علما دو کس گفتند ولی الامر اولش این همون حاکم یا امیر است که به حکم الله و رسول حکم میده. اطاعت این ولی الامر واجب است. وقتی که میگوید به نماز عید برایید، وقتی که میگوید برای دفاع برایید، برای دفاع وطن برایید، یعنی برای دفاع همون قرآن و سنت وطن، یعنی حکم قرآن و سنت برایید، و برای تازگی امر میکند یا چیزی دیگر امر میکند، امر او واجب است، اطاعت باید کرده شود. و این چنین اطاعت کنید به علمای خود. وقتی که علما امر میکنند، وقتی که علما به شما بیان میکنند، اطاعت کنید از علمای خود، زیرا که علما هم ولی الامر هستند، زیرا که حکم الله و رسول به شما بیان میکنند. اما پدری تو ولی الامر میشود، شیطان ولی الامر میشود، گفتن وجود ندارد. این سخنی باطل است. شیطان چگونه ولی الامر میشود؟ ولی الامر کسی که مسلمان است و کسی که سخنش در اساس قرآن و سنت است، این ولی الامر گفته میشود. اما این شبهه زدگان، این گمراه ها، ببینید شیطان رو هم ولی الامر میشد گفته است. این شیطان شاید در نزد شما، در نزد جهمی ها ولی الامر شد، در نزد مسلمان ها ولی الامر نمیشد. پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن زمانی که کفری بواح دیدید این ولی الامر نابود میکنید، اطاعت نمیکنید، حتی سخنی خطا شد دیدید اطاعت نمیکنید. الله المستعان. برای این علما همجا گفتن، علمای اهل سنت و جماعت، که این ولی الامر اولی الامر منکم، اولی الامر این ولی الامر است، اولی الامر صاحب امر این عالم اهل سنت و جماعت است. بارک الله فیکم. شیطان بله از اولی طاغوت شیطان است، رؤسای طاغوت از همه اولین طاغوت، ولی اگر شیطان است، اگر به شیطان اولی الامر بگویی اطاعت شیطان، اعوذ، این کفر است، ولی کفر باید ورزی. الله المستعان. انا همین است، به این سخن همین جواب است. برادرهای عزیز، اگر کسی که میخواهد صحبت این حاضر المشرک شرمنده رو ببیند که چگونه با کبر و غرور در حق عبدالظاهر داعی صحبت میکند، مرحمت ببیند، اینجا هست. بعضی از این دوستانی که تصاویر در اینجا گذاشته شده، شما باور کنید اینها بیشترین برای نشر و پخش کتاب خدا و سنت پیامبر کردن و در عین حال اینها ضد خرافاتند. اما چرا اینها آقای آذری برای اینها که این بیچاره ها خیلی خدمت کردند، اما خدمتشان برای زنده شدن مذهب جهمی است، مگر ربیع المدخلی استاد از زحمت نکشید؟ مگر ربیع المدخلی صدها تعلیف نکرد؟ مگر جهم ابن صفوان عالم نبود؟ مگر بشر المریسی عالم نبود؟ این عراقی که عثمان ابن منصور بود، علمای نجد تکفیر آذریش گفتند و تکفیر کردند،
عالم نبود؟ داود ابن جرجیس عراقی مگر عالم نبود؟ اینها خدمت کردند. اعتبار حق و باطل به خدمت انسان وابستگی ندارد. در بین طالب علمان علمای افغانستان همین مشکلی وجود دارد که همه را به قدر خدمتش حق و باطل بودنش را میدانند. حکمتیاری که از کابل قسم خورده رفته بود که ما تا روزی که این سرزمین اسلامی نشود نمی آییم، حالا طالبان نآمده به همین سخنش گشت و چقدر خدمت کرده بود که رفت. چقدر خدمت کردن در خود افغانستان انسان ها رسوا شدن. پیش از همه مگر شیطان لعین الرجیم چند صدها سال عبادت الله را نکرد، اما الله او را در آخر به سبب کفرش کافر گفت. شما اگر خدمت بکنید و خدمت شما برادر خواندن رافضه ها، برادر خواندن مشرکین باشد، این خدمت نیست، این ضربه بر ریشه اسلام است. چرا صورت های آنها گذاشته شده است در این سخن عبدالظاهر داعی، صحبت عبدالرحمن آذری و دیگر و دیگر؟ برای که در حقیقت شما آذری هستید و در حقیقت شما مذهب جهمی رو پیش بردید. اگرچه عبدالظاهر داعی شما رو شاید نشناسد، لیکن برادرای موحد از پیش خود اینا نمیگذارد. چرا تمرکز فقط روی اینها صورت میگیرد؟ برای آن که تا دیروز عقیده اهل سنت و الجماعت آشکار و واضح روشن نبود. تا دیروز در بالای معرکه، در بالای مجلس از شما عذری ها بودید. بعد از اینکه مردم زنده شدن به حقیقت حال شما، شرک شما، خیانت شما، بدبختی جهمی بودن شما را فهمیدن و شما تمرکز میکنن تا که مردم حقیقت شما را فهمند. همین است. از اینجا پیامی بدم برای جناب استاد دایی. جناب دایی صاحب، نمیخواستم که من به صورت علنی بگم، میگه و همه گپ میگه. اینها نمیخواهند که به صورت علنی بگم، اما میگن. اینها میخواهند بگن، میگن. یکی بازی است، این یک جهالت احمقی است. همین یک نمیخواستم که بگم میگوید، بعد از این همه گپ میگوید، در آخر دشنام هم میگه. آخر تو نمیخواستی بگویی، چرا میگویی؟ مگر خودت رو اداره کرده نمیتوانی؟ مگر مریض روحی داری؟ چرا نخواهی؟ چرا میگویی؟ ولی تو نباید میگویی. تو به همین دو نوار خودت رو شرمنده کردی، واقعیت خود رو بازآشکار کردی. این یک رحمت الله هست. این زبان درازی تو با همچنین کارت آشکار شد. حقیقت تو رو، به حقیقت امثال تو رو الله با همین زبان درازیت آشکار میکرد. زبانت رو خطا دراز میکنی، یک کسی میآید زبان رو میبرد. انا همین است. تعجب کرده است از عبدالظاهر داعی. خیر ببینیم این تعجبش چی بوده است. من بگن که از این صحبت های تو دشمنان سوء استفاده میکنن. نه، اتفاقا از این عملکرد دشمن سوء استفاده میکنه و الله شاهد میگیرم که به خاطر من نیست که چون تصویر من 200 تا تصویر از من در اینجا گذاشته شده. نه خیر، این به خاطر من نیست، میگه این به خاطر دیگر رو است. خودش دفاع میکند، لیکن باز خیلی دانا است. این آذری ها خیلی مکار است. خودش دفاع میکند و میگه که این به خاطر من نیست ها، این به خاطر دیگران است. تو داره خودت رو دفاع میکنی، به خاطر خودت تو به همه کار، به خاطر منصب و بالا بردن خودت یا که به خاطر درجه خودت رو نشون دادن، به همه کار دست میزنی. بیچاره، همه این به خاطر خودت است. خیلی ریلکس هست و خیلی هم برای خیلی ریلکس است و خیلی عادی. کسایی که زبان ریلکسی را نمیفهمند خیلی یعنی راحت است و جانانه هست. به همین نه، این هم یک سخنی دروغ است. بشر در حالت گریان استاده ای. همون ویدیوهای تو را وقتی که برادرها گذاشتند، به نظر من چندین روز گریه کردی که چرا رسم رو گذاشت. بله، هیچ ریلکسی در تو نیست و در حقیقت یکی از
جهمی ها هستی که بیان کردم. چی جای ریلکسی داره؟ عادیه. خیلی بدتری از این ملحدین و نمیدونم. سیکولارها برادری تو است. سیکولارها رو میگویی که اینها جهلشون معذور است، برادری ما هست. آذری ها رو میگویی که عوام مردم آذری ها اگر 40 میلیون رافضه باشد، بگیم آذری میبخشید رافضه ها اگر در ایران 40-50 میلیون باشند، میگویی که 1 میلیونشان اگر عالم باشد کافر است، 49 میلیون دیگر رافضه ها برادری تو است. میگویی که جهلوز است، اینها برادران ما هستند، ما نمیتوانیم تکفیر بگیم. لشکران طاغوت برادری تو است، قدم به قدم با همراهی یهود مانند هم تکفیر کرده نتوانی. تکفیر وقتی که نکردی، وقتی که گفتی که جهلوز است، پس این چی است؟ همین مسلمان گفتی. ولی اینها برادری تو است. اونها وقتی که تو رو طعنه میزنن در از حق برادر چرا؟ اونها اصلا تو رو طعنه هم نزدن، لیکن از اونها تو غم نداری، اونها برادری تو هستن، مشکلی نداری با اونها. علی من انجام دادن این چیز طبیعی هست برای من، به الله قسم خور برای من محسوب میشه. حرف مهمی نیست برای من، یعنی جایی از اهمیت برای من نداره، حقیقتا برایتان بگم. اما پیام من برای جناب اولی کار رو به جناب استاد داعی صاحب عزیز گفته شروع میکنه. آخر میرید در او ویدیوی دومش میبینید که اصلا گپ کار دیگر است. درباره کیسه به انداختن و درباره علم ندارد گفتن و تحقیر کردن شروع میشه. اینا همین خیلی هستن. اینها یگان آذری رو ندیدم، یگان جهمی رو ندیدم، یگان دفاع کننده مشرک رو ندیدم، مگرم اینکه خیلی تقیه دارد، منافقی دارد، نفاق دارد. اینها خوب است. از دو حال خارج نیست. یا اینه که شما از این موضوعات خبر ندارید، که یقین دارم خبر دارید، چون که حتی برخی از دوستان برایتان فرستادن و از شما خواهش کردن که جلو این افراد اوباش گرفته بشه و حداقل شما بیایید بگید که با تصویر شما پروفایل علامه دیدید اکنون حقیقتی گپ دیدید. این گفتی من به خاطر خودم نبر آمده بودم، من ریلکس هستم، من در حالت کیف و صفا است، به من پروا ندارم گفته بود. لیکن حالا میگه که من به خاطر این بر آمدم که ببینید دروغ اینها ادامه دراز ادامه، عیناً صوفی ها دروغ بالای دروغ، فقط خودسازی، خود مشهور کنی. مشکلی و درد رنج و گریه همین است که کدام برادر یا کدام شاگرد عبدالظاهر داعی یا کدام مسلمان عادی رسم عبدالظاهر داعی را گرفته است، یک کانال ساخته است و صدای عبدالظاهر داعی را مانده است در بالا در موضوع علماء اصول، و بعد از این رسم های این جهمی ها را قطار کرده است که اینها علماء اصول. به سؤال به شما ای عقل، ای اهل عقل، ای اهل خرد، ای اهل حکمت، سؤال من همین جاست که عبدالظاهر داعی به همین موضوع چی دخل داره؟ عیناً به ماننده که کاری که بسیار عملهایی که به بالای سری من شد، یک کسی کانال رو باز میکند، ابو محمد مدنی، در بعضی حالت این دوستی ما هست، در بعضی حالت میبینیم که مخصوص یک دشمن این کار کرده شود، در بعضی حالت من همچنین رو میدیدم میبراید بعضی کارها را انجام میده. این به من چی دخل داره؟ و عبدالظاهر داعی هم همچنین است. مسلمان خودشان فهمیدن که سخن عبدالظاهر داعی درباره علماء سو است و مسلمان ها خودشان فهمیدن که علماء سو یکش تو هستی، برای اون که دفاع از همون مشرکین میکن و گذاشتن. شب و روز جنگت به موحدین است، موحدین رو اوباش میگویی و غیر و غیر، هر چیزی که به دهانت آمد میگویی، رافضه رو برادر میگویی. میکنه و امثال من را از صحبت های شما ببینید چه خیلی اینها یعنی شجاعت دارن در راه باطلشون. از صحبت های شما بر علیه ما استفاده میشه، پس عقیدت رو ساز کن، پس صحبتات رو ساز کن، پس به اسلام صحیح بیا. صحبت حق یک شیخ اهل سنت، یک عالم اهل سنت وقتی که بر علیه تو
یک چوجه جهمی استفاده شد، این دلالت میکرد که پس گمراه هستی. حالا که عبدالظاهر داعی خواست به تو این صحبت رو نکرد، در درسهاش به بیان کرد. اگر بر علیه تو استفاده شد پس تو یک گمراه هستی که باید توبه کنی، یگان خطاگی داری. یعنی مقصد دیگه به این است که هر صحبتی که به ما اگر ضرر رساند صحبت نکنید. هر کسی که بر علیه ما صحبت دشمنی ما هست، این گمراه هست. این قاعده رو ببینید. با عذری ها میگن که شما این قاعده رو دارید. این قاعده رو شما پیش از همه دارید. عذری های مشرکین استفاده میشه، ما رو تکفیر کنن، ما رو مرجعه غلات مرجعه میگن، در حالی که خودش هم شاید یک وقتی غلات مرجعه رو خونه مرجعه را هم نفهمه، چون دیدم بعض از اینها مرجعه نوشته با این نوشته، یعنی اینقدر بی سواده که فرق مرجعه این خنده رو ای انسان بیچاره، ای جهمی، این خنده رو به کی میکنی؟ به یک جوان مردی که از ملت خودت هست، یک مسلمان بیچاره که تو وظیفت رو انجام ندادی، تو تعلیم ندادی، تو خیانت کردی، تو جانب طاغوت ها رو گرفتی، تو به طاغوتی مشغولی، جانب رافضه رو گرفتی، مشرک رو برادر گفتی، تو او رو تعلیم ندادی، با او رو تمسخر میکنی؟ مگر آموختن علم برای تمسخر کردن مردم است؟ نظرناگری به مردم است؟ بوکه ندارد. یک مرد فارس، یک افغان است، تاجیک است، ایرانی است، می شود که مرجعه را مرجعه نیست، خودت هم غلط میخونی. مرجعه در عربی وجود ندارد. مرجعه با حمزه، مرجعه این یک ساخته بافته زبان تلفظی خودت است. اما مرجعه اگر به عین بگوید از سبب این که تو تعلیم ندادی، دیگر علما رو نگذاشتی که تعلیم بدهند و خودت به همون افسانه گویی هایت که در باب مشرکین دفاع اونها به طاغوت پرستا گفتی، به همین مشغولی. پس عیب کی است؟ عالم وقتی که به مردم میخواند عیب خود است. بماند. اینی که شما نمیدانید من یقین دارم که میدانید. یعنی این حکم کرده شده است. یگان جانب آداب، یگان جانب اخلاق ندارد و باز این مردم خیلی آداب و اخلاق رو از دیگرها میطلبند. بی آداب ترین، متهم ترین مردم همینو هستند، لیکن تا امروز هیچ کسی به اینها جواب نگفته است. اینها تا امروز میدان رو خالی دیدند، گمان کردند خالی از شعر است. اما الحمدلله شعرها وجود دارند، نهفته باشد هم وجود دارند، روزی از روزها میبرایند. این میگوید که به ادبی این مرد رو ببینید، میگوید که من یقین دارم که میدانید، یعنی این یعنی یقینا تهمت در حق عبدالظاهر داعی همون طعنه‌هایش رو انیق تصدیق کرده است که بعضی از دوستان برایتان اطلاع دادن، حتی شما لطف کردید اونها را بلاک کردید، و یا اینکه لطف کردید آنها را بلاک کردید. بله، این صفت هر یک طالب اهل سنت، هر یک دعوت کننده اهل سنت و جماعت همین است که وقتی که دید که در رو برویش یک جاهل است، یک سخن رو نمیفهمد، فهماند، باز به جای این که فتنه نابود شود شعله میزند، بلاک انداختن بهتر است، محکم کردن بهتر است. یگان جای طعنه وجود ندارد. پاسخشان را ندادید و خودتان را سکوت کردید در این باره، حداقل شیء سکوت کردید. و این هم احتمال داره، یا اینه که نمیخواید خودتان را با اینها درگیر کنید و از اینها ترس دارید، و یا اینه که به هر صورت نمیدانم والله، یعنی چطور بگم، برای من سخته گفتن این حرف و شاید این حرفا را میشنوید. خواهش میکنم که این صحبت ها رو لبیک بگید. ببینید چه زیبا بر علیه دیگر انسان هایی که مخالفین هستند. یعنی عبدالظاهر داعی را دعوت میکند که بر علیه همون کسهای صحبت بکند، موقف جانانه بگیرد. که موقف جانانه کدام موقف است؟ موقف جانانه طرف عبدالرحمن را بگیر، همراه عبدالرحمن فاتح شو، گفته عبدالرحمن فاتح را حق بگو، تو موقفت موقف جانانه است. اگر همراه اینها نشدی، طرفدار اینها نشدی، موقفت موقف جانانه نیست. ببینید جوهلا
جهمی ها از خری خانه‌تان هم گمراه‌تر هستند. موقف جانانه همین است که حکم تو را برارند. عبدالظاهر دایی حکم تو را برارند، همین موقف جانانه است. جانانه و اعلان براءت کنید از کارهایی که اینها می تو آخر همچنین است. ما زیاد وقت خود رو به این مشغول نمیکنیم. ما چیزی که باید بگیم گفتیم. بالاخره شناختید این وزیری کی است؟ شناختید هم خیلی است. اینو انا همچنین است که هر کسی رو دید که از زبانش سخن حق میبرد و این سخن حق منتشر شد به همون ضدیت میگه. حتما ضدیتش به اهل حق هست. بارک الله فیکم برادر عزیزم. یک نفری گفته بود که مرا بالا کنید، من سخنی سوالی ضرور دارم و غیر. اگر همین باشد برارین، نباشد صحبت خود به پایان میرسونیم. تیمور بودن، تیمور دارم اونجا. تیمور یک تا نویسته هستن. چیکار می‌برداریم؟ هم کامنتر رو یک تشکر شده میکنی در گروه کامنتر برای هم قلت یک تا میزنین انشاءالله که بارک الله فیکم. برای استوستم خیلی کم داخل میشویم و انشاءالله صحبتم درسان شروع میکنیم. بنظر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شیخ. علیکم السلام. انا همین خیلی برآوردم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. شیخ استاد عزیز الله حفظتون کنه، الله دشمناتون خور و ذلیل کنه. شیخ سوال میتونم روز دیگه پانا شیخ فرزند داره همو 3-4 دختر داره میخواه که انا لیچینی کنه با واسطه انا بچه دار شوه. همین شیرکای کفرای چی میشیده باشه اینجا شیخ؟ یک روشنی میاندازید. بارک الله فیک برادر از. بارک الله فیک و حیاک الله و بیاک و جزاک الله خیر به دعایی که کردید. یک کسی فرزند ندارد اما لیچینی تبابت کرده میخواد که با واسطه تبابت فرزنددار شد، بوکه ندارد. اگر تبابت شرعی باشد، سحر نباشد، جادو نباشد، بوکه ندارد. جایز است. مقصد دختر دار است میخواد که بچه دار شود. بچه دار شدن، دختر دار شدن این به تبابت حل کرده نمیشد، بجز بعضی از تبابت هایی که هست این در دست الله هست. الله خودش میگه یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکور. به کسی خواهد دختر میتید، به کسی خواهد فرزند میشد و به کسی خواهد دختر و پسر میتید. و یجعل ما یشاء عقیما. و کسی را خواهد بی فرزند میتید. اینجا یگون در دست لیچینی کردن و نکردن والله اعلم تعلق ندارد. از الله دعا بکنند، طلب بکنند، الله سبحانه و تعالی ان شاء الله میده. شیخ سوال دیگه انا درباره نماز. انا ما وقتی که مثال سر میکنیم نماز وقتی خواندیم یکم رکعت مثال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بگیم، انا مثال حضرت الحمد خواندیم، در دویم رکعت انا راست میشیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگیم میخونیم دویم رکعت یا که بسم الله میگیم میخونیم. بعد زمی سوره کردن در بسم الله میگیم میخونیم زمی سوره کردن در اینجا یک روشانی میانداخته استاد. هر دفعه زمی سوره وقتی که میکنید بسم الله میگید، اما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو یک مرتبه در نماز اولی نماز رو میگید. البته قول دوم است که هر دفعه میگه، لیکن قول راجح یک مرتبه در اولی نماز همون در اولی سوره فاتحه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگید، دوم دفعه فقط بسم الله گفته نماز خونده میگید. بارک الله فیکم. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. جزاک الله. خب ما خطا فهمیدم روسیه پانا ان شاء الله اصلاح میکنم. تیمور بفرمایید. بایه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد علیکم السلام. استاد امید درباره امی عزول پرسیدانی بودم.
مسئله همین قبول کنیشون راستی بسیاری آدم‌ها را قبول نمیکنن نه اما که شیخ مسئله ازول این لغات آلمانی است یعنی پناهندگی. بله بله همون استاد قبولی که بسیاری را نمیکنن نه بعد این همون بچه میویم که مقصد باید ما ابجال باید کنیم مراجعت به اما ادوکات بکنیم نه مقصد که کار باز پیش برد امین مراجعت ما که در همین حالت به سودی ادوکات چیکار میکنه؟ ادوکات یعنی همین قانونای اینا را خوب میدوند برای که قانونای آلمان همین در آلمان بسیار هر روز هر خیل علیش میشوند نه بعد اونا که همه هم چیزا را میدونن اما کاری ما را یعنی خوبتر میتونه برادر ما مقصد شما رو فهمیدم برای سخنرانی شما زیادتر دوریدنش من به شما میگم که وقتی که شما پناهندگی به دادید مثلا قبول نکردن شما ادوکات گرفتید ادوکات چیکار میکند یعنی به کجا مراجعت میکنه رفته به سود مراجعت کرده شما به سود بوده سود میکنند یا نمیکنند گپ در امین است که استاد امین که ما که اوج مراجعت کرد بر امین ازول امینو این سیستم اینو هم خیلی است که دفعی که ادوکات که سر و کار گرفتی استاد او ادوکات با امین جای ازول سپوریده بودیم بر امینو چی میکنن مکتوب روان میکنن که ما روزی نیستیم امین کاری ما را باز از نو پیش بریم نه که او از نو باز مینن همی کارا نه استاد اینجا یگون جایی نیست که یعنی شما سود به نمیرید شما یگون سود نمیکنند یگون مراجعت به سود نه اینجا فقط اینه ببینید یک مرتبه به پناهندگی پیشنهاد کرده اونها رد میکنن ادوکات میگیرید ادوکات خوب کرده زیبا کرده میگوید که من همین انسان حمایت میکنم اینا شما نباید رد کنید یک مرتبه دیگر پیشنهاد میکنید قبول کنید هیچ گفته نداره این مسئله نیست. تشکر زیاد استاد امین پرسیدنی بودیم اگر که استاد اگر به سود که تعلق داشته باشه یک مسئله میبخشید یک مسئله هم مسئله ادوکات به خوب اهمیته ادوکات یک چند فونکسیه ها رو انجام میده همیشه ادوکات گرفتن کفر شرک نیست برادر عزیز مثلا شما خونه خریدنید در یک شهر بیگانه ادوکات گرفتید که همون دکمنت رو اگر خونده برای که ادوکات همون انسانی که میفهمد شما رو فریب دادن یا ندادن ادوکات رفت همون دکمنت رو خونده برای شما کفر نمیشه ادوکات در حالت خریدن در حالت فروختن در حالت یگون دگوار همراه خود برید که شما را کسی فریب ندهد این بوک ندارد مشکلی کدام وقت شرک است ادوکات گیرید از نام شما ادوکات رود مراجعت به محکمه طاغوتی کند از نام شما فلان کس سود به من میتیم گوید فلان کس سود به تیاد از نام شما اینجا کفر از شرک است بله استاد اما پناهندگی گشته و برگشته دادن هیچ بوک ندارد مثلا من ببینید یک نفر رفت پناهندگی داد قبول نکرد گشته بود من خوش میکنم قبول کنید گفت قبول نکرد بو گشته داد هیچ پرابلمی نیست در اینجا گیجوش محکمه نیست این محکمه نیست ادوکات همچون یاردمچی به شما کار کرده است همچون به شما آدم کمک کرده است گفتیم که ادوکات یک چند کارها دارد بعضی اولاد میشود مسئله دکمنگیری به شما با همراه میکند بعضی اولاد میشود مسئله چیز خرید به همراه میکند یعنی یک انسانی که قاعده و قانونهای همینجا میداند و بناگاه شما را کس فریب دادن نمیماند یا که اگر شما را اتکاس کنند دکمنت های گشته ساز کرده میتواند همین قاعده است اما اگر همین ادوکات را بده از نام شما مراجعت به سود کند این شرک است والله اعلم بالصواب استاد همون چیزی ما هم همین است که اما ادوکات این کارا را با ما که خودمون که مقصد یک بار که مراجعت کردیم در ازول سپاریدیم مقصد این همون آدمایی که اینترویو گوش میکنن استاد همونا ممکن گپای ما را خشون نفهمن نه ممکن ما را خیال کنن که گپای ما دروغ است نه برای همین ادوکات این چیزا را با پیشنهاد خودتر میکنن نه امنیت ادوکات به واسطه همچنین یک آدمی باورینو که اونها هست یا که ادوکات بعضش رول ترجمانی را انجام دادنش ممکن است این باک ندارد فقط ما میگیم که مراجعت کردن به واسطه ادوکات به یگان سود طاغوتی این کفر شرک است
مسئله محکمه به اما مسئله فهمیدن به اگر ادوکات سوال کنید یا اردان کنید یک کاغذ همچنین فهمیدن به این یک ممکنه برد یک جواب کاغذ دوردان بگیرید. بارک الله فیک. جزاک الله خیر و یک استاد یک سوال یک معذرت خواهی میکنم من فرو وردم شما را اسپید کردن نتونستم شما را نشناختم. هدیت الله بفرمایید. خانه 8 محکم است، خانه 9 رو هم محکم میکنیم. این هدیت الله گام از دست بفرمایید. صداشون هم محکم کرده است یعنی شاید چون که خونشون محکم است. حاضر کردم اگر محکم کرده باشیم. بله بفرمایید. صدا شما نمیبرد. هدیت الله بلندتر واضح‌تر صحبت بکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. برادر تمیم شما فهمیده است من نفهمیده است نه برادر؟ این مسئله همین است که امروز یک زن از تاجیکستان دعوا دارد که فرزند من یعنی در خوابم در آمده است به دنیا آمده است امام مهدی است میگه یعنی که امام مهدی فرزند من است و اون زن دفاع میکند که یک تابوت پیش از آن اگر همون باشد یعنی میگه من طلا فروش هستم بینستان هستم یک زنی که همین به مثل همون به حیانه همین صحبت ها میکند یعنی دفاع میکند که پیش ملا رفتم پیش فلان رفتم این کار کردم که فرزند من امام مهدی است. در تاجیکستان میکردم؟ بله. خانده زنه تمیم ماشاءالله صدای این برادر نبرآمده شما فهمید خیلی خوب است. لیکن باور بکنید الله استون کنه لیکن البته که این یک شرمندگی است. این دروغ است، فریب نیرنگ است. حضرت مهدی فقط یک مادرش این مهدی گفتن که کار حل نمیشد. حضرت مهدی یک انسان عادی از امت پیامبر صلی الله علیه و سلم و از نبیرهای پیامبر هستند. یک بعد از این عقیده مهدی عقیده اهل سنت و الجماعت است. دو سوم مهدی بعد از اینکه عقیدهشون تا همون روز مهدی گفته همه اعلام میکرد تا همون همچنین یک آدم عادی زندگی میکرد. سنت و الجماعت یک طالب شده عالم شده زندگی میکرد. وقتش خودشون هم بعد میفهمند. از روز تولد مهدی مادرش خودش نمیفهمد که مهدی است. همه این چیزها دلالت میکرد که این زن دروغ میگه. چه که یک زن ایرانی هم فرزند من مهدی است حکومت که از کجا فهمیدی که فرزند تو مهدی است گفتن که همون امامی که در غار پنهان است انا همون به نزد من یک اومده میرود به تهران. در مذهب رافضه ها این جواب خوب است. یعنی رافضه ها خودشون حیران شدن در حقیقت این به هیچ گفتن نتونستن برای اینکه امام گم امام از 256 یا 55 هجری گم است. تقریبا 1100 سال شد که امام اونها در درون غار است. یک زن از تهران برآمد گفت که امام در درون غار گم نیست بلکه یک به نزد من میآید. این دختری که شد دختری مهدی است یا دختری همون برای فرزند مهدی است. بالاخره این چنین واقعا میشد. این باطل است. الله همه شما را حفظ بکند. الله همه شما را حفظ کند. برادران موحدم الله به همتون برکت بدهد. ان شاء الله آهسته آهسته هم یک دو سه مسائل دیگر میبریم صحبت میکنیم. بعد به درس خود ادامه میدیم. یک چند روز یک سوال جواب میکنیم بعد به درس خود ادامه میدیم. انا یکی از صوفی ها 3 ماه آماده شده است. همین شاگرد ابانی فر یک چند بار دیده بودم که ورقش همجا نوشتگی بود. والله علم همین به خاطر موقعی بحث کردن خیلی همین 3 ماه باز آماده بالاخره تهمت دروغ شرمندگی. الله هدایتشون. شیخ اگر همون شخصی که شاگرد ابو حنیفه باشد در مصر بود ابو اسامه رحمه الله جنت الفردوس نصیبش بگردونه اگر همون باشه همین قدر شرمندش کرده بود که دیگر میگریخت. همین سخت میگریخت که در اون مدرسه در مسجد همین قدر کردگی بود که میگریخت از لغت هم از مسائل هم از همه اگر همون باشد
انشالله که را تحقیق میکنیم میبینیم اگر کمون باشد بعدا این خوبترش میکنیم، چون که این مسئله بیاد مسئله بزرگی است که کتاب گرفتن اومدن یک گروه جمع شدن اومدن، اما ابو اسامه رحمه الله به حد یک کارش کرد که دیگر خودش خست و گریخت. انشالله شما اون فهمید انیق باشد بهترین میشد. با ببینید انا عذر کتاب پرتیم میگه که یک تو بخوندی غلط خوندی ای یکتب. کتاب پرتیم میگه که کتاب نیست. عاقبت اینا همینه. اینا میخوان که یک کس شرمنده کنند، الله خودش نه شرمنده میکنه. از همین دروازه که میدارن از همین دروازه با شرمنده بر میبرن. خیر بالاخره اینا معلوم هستند. شیخ در آخر پیش از رفتن یک برادر خواهش کردن ما پایان میشم، چون که برای کنترل گفتیم ادمین اگر که ما رام بتیم شیخ، چون که برادرای دیگه نیستن. انشالله من برادر به میگم، برادر میگم شما میگذارند ادمین به من، برای اون که مشکلی همینه که خودم نمیتونم. خیر است برادر که همبلی انشالله همبلی اینجا باشند ادمین کنم برادر تمیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ خوب هستی؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شیخ الحمدلله. سوره توبه آیت 74 شیخ یک میفهموندین همین که کم نفهمه بود بخیر. تمام انشالله برادر عزیز، به خاطر اینکه در بالای یک آیت ما باید واضح به ملال صحبت کنیم، انشالله روز آینده همین صحبت میکنیم. سوره توبه آیت چند گفت؟ آیت 74 میشه شیخ. بله روز آینده باشه. یا فردا وقتی که من در اومدم همینجا نویسید، یک بار دو بار نویسید کامنتر به که سوره توبه آیت 74 گفته نویسید. من انشالله شما را نونتون دیده گرفتم. امروز کمتر بطری ما کمون، بطری تلفن کم است، بعد وقتم زیاد شد انشالله با در تماسیم برادر عزیز. بله شیخ جان الله حفظت کنه. الله یتون کنه شما را. جزاک الله خیر. عبدالقادر یگون کاری کرده است، یگون چیزی باشه سیلکش اینجا پرت ببینیم بعد صحبت میکنیم. عبدالقادر و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. شیخ همه درباره که انسانی که یک هفته ماه سال نماز نمیخونه میره یک خوشرو میفهمونده که مشجع میره مذهب برادرها میفهمونده. بارک الله فیک. تارک الصلاه به اجماع سلف صالح به اجماع صحابگان کافر است. چیزی که در مقدمه صحیح مسلم امام مسلم از عبدالله بن شقیق کبار تابعین روایت میکنند که و این چنین این روایت رو امام ترمذی در سننشون ذکر میکنند که روایت میکنند تابعین که لا يرون اصحاب النبی صلی الله علیه و آله لا يرون شیئا من الاعمال ترک کفر غیر الصلاه. از عمل ظاهری صحابگان یگانه عملی که ترکش رو کفر میدونستند به اجماع این نماز بود. پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند من ترک الصلاه فقط کفر، من ترک الصلاه فقط اشرک. العهد الذي بيننا وبينكم الصلاه فمن تركها فقد كفر. کسی که ترک کند به تحقیق کافر است. و در این مسئله کتاب نوشتن الصلاه به حکم تاریک ابن القیم الجوزی. تارک الصلاه عمدن اگر یک نماز قصدن دونسته بدون عذر شرعی ترک کند یک نماز که کفر میشه. از همین جهت بر رو یک ماه دو ماه باشد این به اجماع کافر است و باید توبه کند و نماز خواندن را شروع بکند. بارک الله فیک. هزار رحمت کنن الله حفظت کنه، الله دشمنات خار کنه. شیخ در مسئله همون عبدالقادر امروز این دفعه صحبت کرده با همراه یک ژورنالیست دیگه، یعنی با کلگی یعنی همون چیزایی که یعنی میگه که سوره فاتحه این همون اولی چی است اوستا است و کتاب همون آتش پرستو است، میگه که ترجمه همون است 40 چند یا که 90 چند یا میگه که این از همون کتاب گرفته شده است و اکثریت تهمت به صحابه زد و بسیار گپای قبیح بسیار کارهای یعنی بد گفت زشت گفت. باز هم میگه یعنی دو نفره میشنن در این مسئله بسیار صحبت میکنن و دینی کسی یعنی دشنام مکن که دین تا دشنام میکنن. اینا هم از من بخشش پرسیدن بسیار همین کتم کرد در مسائل همین اینا. بعدا تهمت های زیاد هم بست به حد تهمت بست. انشالله اگر میبینیم جواب هم یک روز مناسب شاید میگویم، لیکن باید دانید که این مجوس است، این مجوس است، این ملعون یک آتش پرست است. بالاخره این بلاگر هایی که خودش مسلمان میگه از این چیز باید آگاه باشد که اینها مجوس رو رکلام کرده است و همون گناهش به سرش میزنه. به خاطر همون پوری گناهی که منتشر کرده است، همین شرک و کفری که منتشر کرده است به سرش میزنه. خودش هم روزی از روزها به شبهه گرفته میرود یا همون مجوسی را مسلمان گفته میگردد و با مشکل میشد. الله عاقبتشون
یعنی خیلی بدی میکشه. در این مسئله خیلی احتیاط باشید، هر این پلیدها را نظر نکنید. الله هیستون میکنند برادر عزیز و خواهرای موحدم اهل توحید. الله به شما برکت بدهد و همه شما رو و همه ما و شما رو در راه صراط المستقیم ان شاء الله ثابت قدم نگه بدارد و حسن خاتمه را به ما نصیب بکند و فرزندهای ما را صالحه، عالم، موحد و خدمت کننده دینش و از تمام بلا و آفت ها، مریضی ها نگه بدارد و از وسوسه های شیطان و از دسیسه های شیطان و از سحر و جادو و بلا و آفت ها و از تمام ضررها فرزندهای ما و شما را نگه بدارد و عالمان دین، نصرت دهندگان دین موحد قرار بدهد. آمین یا رب العالمین و جزاکم الله خیر الجزاء. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمیم جزاکم الله خیر. برادر حنبلی ان شاء الله گفتن تمیم بکنید. قدمی مونیم با در فردا بیرین صحبتیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت